بله یه دم میتونن مسخره کنن که اینجوری نیست چرا شرکت رو جمع نمی‌کنید. خب ظاهرا خیلی تو این 10 سال 15 سال اخیر جمع کردن که رشد اقتصادی صفر شده. حالا همینم که مونده اینا احتمالاً به زودی جمع خواهند کرد. دل تمام این منتقدایی که مدام دارن تیکه میندازن خنک میشه. تو ایران محیط کسب و کار، الگوهای تصمیم سازی تو محیط کسب و کار و الگوریتم‌های حاکم تو محیط کسب و کار عملاً طوری تعریف شده که اتفاقاً تو اگر مسئولان عمل نکنی برنده‌ای و اگه مسئولان عمل کنی، چون یه سری هزینه‌های رو مترتب بر خودت میکنی، بازنده میشی. میدونید من میگم که بیکار شدن، تعدیل شدن، یه بخشش مالیه، یه بخشش اون آسیب روانیه که برای آدم‌ها ایجاد میشه. جنگ نوک کوه یخه، این زیرش انبوک از بی‌ثباتی و عدم قطعیت در اقتصاد ایرانه که وقتی جنگ میشه اون بقولم ضربه آخر رو میزنه و شما به این نتیجه میرسی بعضی از کسب و کاراتو متوقف کنید. ما در کارنامه بیزنس لنته که تخصصی خودرومون رو تصمیم گرفتیم کار توسعه دیگه روش انجام ندیم تا اطلاع ثانوی. خب آدمی که درگیرش بوده که کاری هم نداره انجام بده. در صنعت دیجیتال ایران دست کم تا پایان سال 1404 من بعید میدونم هیچ شرکتی در هیچ حوزه‌ای کار توسعه‌ای که ریسک داشته باشه رو آغاز بکنه. خب ما تو شرایط گل و بلبل که نبودیم، همه میدونستیم که یه سری احتمالا هست، یکیش هم جنگ. مگه شرکت ها نمیتونستن پیش بینی بکنن این سناریو رو ببینن؟ چطوره که یه شرکت تقریبا نصف کارمنداشو تعدیل میکنه و به شرایط موجود نسبت داده میشه؟ ما یه ماه پیش نمیدونم کسی وسط مذاکرات ایران آمریکا حدس میزد حمله میشه. به من میگفتی یه سال پیش میگفتم شاید، ولی یه ماه پیش 2 ماه پیش نه، وسط مذاکرات و اخبار عموما مثبت بود. تو شرکت‌های خدماتی، گزینه کاهش هزینه، تبلیغات و نیرو انسانیه. ما مگه هزینه‌مون چیه؟ بر شرکت‌های مثل ماها معمولاً یه چیزی حدود 70% هزینه‌ها نیرو انسانیه. ذهنیت مردم ایران در مورد شغل، در مورد کارفرما، در مورد شاغل عمدتاً متأثر از تجربه نسل قبلیه که کارمند دولت یا حقوق بگیر دولت بودن. سلام، خیلی خوش اومدین به پادکست مسئله. من مهدی عباس‌زاده هستم و ما تو این پادکست از کارآفرینی اجتماعی، رابطه کسب و کارها و جامعه، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و یه سری مفاهیم مربوط به این حوزه صحبت می‌کنیم. امروز در خدمت 2 مهمون عزیز و بزرگوار خواهیم بود، آقای نیما نامداری، مدیر عامل شرکت کارنامه و آقای علیرضا امیدوار، متخصص مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها. میخوایم باشون راجع به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها توی این اوضاعی که هستیم، یعنی تو شرایط جنگی صحبت کنیم. همراهمون باشین تا این گفتگو رو با هم شروع کنیم. سلام آقای نامداری، سلام آقای امیدوار، خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین، تشریف آوردین. الانی که ما داریم با هم حرف میزنیم توی شرایط آتش بس هستیم. خب مشخص نیست که چقدر این شرایط ادامه پیدا میکنه. 12 روز خیلی پرتلاطم و پشت سر گذاشتیم و برای خیلی ها سخت بوده، همچنان برای کسب و کارها سخت هستش، برای آدم ها خیلی دشواری ها داره و میخوایم امروز با هم دیگه راجع به مسئولیت اجتماعی شرکت ها تو شرایط جنگ یه گپ و گفتی داشته باشیم. و حالا قبل اینکه صحبتامون رو شروع کنیم یه کمی از خودتون بگین، از حال و هوای این روزا. من سلام میکنم به مخاطبان شما، به خود شما. والا حالا من چون تجربه جنگ ایران و عراق دارم، بچه بودم و اون دوره رو یادم و توی لرستان هم زندگی میکردیم که نسبتا نزدیک بود و فضای جنگ، خود ماجرا چیز انقدر برام عجیب نبود شخصی، ولی توی کسب و کار بله خب به حال شرایط خیلی عجیبیه. شما با مجموعی از اختلال در کسب و کارتون روبرو میشید، در فروشتون، در زنجیره تأمینتون، در مسائل مدیریت منابع انسانیتون که هیچ کدومش رو قبلا بهش فکری نکردید و ناگهانی هم رخ میده و مشخص هم نیست که تمام میشه. به لحاظ فردی هم آدما همه شوک میشن، همه جا خوردن، با در یه موقعیتی قرار گرفتن که آمادگیشو نداشتن و تیم بودن اصلا دشوار میشه. حالا فکر کنید به لحاظ جغرافیایی همه پخش شدن، از تهران خارج شدن، دسترسی قطع، اینترنت کار نمیکنه و حتی امکان ارتباط گرفتن شخصی هم دشوار شد. خب شرایط خیلی سختی برای ما بود. ما به خصوص دفترمون چون توی اون منطقه‌ای بود که به موقعی که اخطار دادن توی منطقه 3، من منزلم هم دفترم، من تهران بودم تا اون موقع، بعد دفترم بودم اتفاقا. وقتی اینجوری شد ترجیح دادم حالا ترک کنم، 1-2 روزی نبودم، بعد برگشتم دوباره تهران و خب شرایط عجیبی بود
در مورد فکر کنم پیامدها و چیزاش بیشتر صحبت خواهیم کرد. مرسی. آقای امیدوار در خدمت شما هستیم. مرسی، ممنون. من تو دورانی که حالا میشه گفت این جنگ 12 روزه بود تهران بودم، تمام جایی هم نرفتم. با همون حرفی که نیما جان زدن که ما خب تجربه جنگ 8 ساله ایران عراق داریم و برای همین خیلی میشه گفت اون نگرانی یا استرابه رو نداشتیم بیشتر، ولی خب دوستایی داشتم یا میشه گفتش که آدمایی که باشون کار میکنم به خصوص نسل جوان که اون تجربه رو نداشتن خیلی استراب داشتن، خیلی نگران بودن و خب خیلی از آدما شوک شده بودن و نمیدونستن چیکار کنن. از اونور خب کسب و کارها هم همینه، خیلی شوک میشن و خیلی خب آمادگی و انتظار این حمله رو نداشتن یا این تجاوز رو نداشتن و یه جورایی خب چون خودشون آماده نکرده بودن نمیدونستن چی کار کنن. برای این واکنشایی هم که نشون میدادن واکنشای لحظه‌ای بود، یعنی همون لحظه ذهنشون جرقه‌ای میزد و اون جرقه منجر به یک تصمیم یا یک رفتار میشد، حالا چه تو کسب و کار چه تو رفتار فردی در ارتباط با حالا میشه گفت ذینفعاش. بسیار خوب. ما حالا اون زمان که خب خیلی شوکه کننده بود برای همه، چون عمده آدما انتظارشو نداشتن. الان شرایطی که هستیم همون میدونیم شرایط شکننده، یعنی مشخص نیستش که تا کی باقی بمونه و ما امروز که میخوایم راجع به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در شرایط جنگ صحبت کنیم، دقیقاً میخوایم ببینیم که چه کارهایی میشه کرد. شاید الان که اوضاع آرومه بشه یه تدابیری اندیشید، بشه یه سری کارا کرد که حالا در واقع تاب‌آوری بیشتری بتونیم داشته باشیم تو اون شرایط. و میخوام یه کمی از این برامون بگین که اصلا مسئولیت اجتماعی چیه، چه ابعادی میتونه داشته باشه و تو شرایط جنگی شما چجوری میبینیدش. حالا یه تصویر کلی بهمون بدین ممنون میشم. نگاه کنید، بحث مسئولیت اجتماعی شرکتی یا بحث اصلا مسئولیت شرکت ها تو دوران حالا بحران یا جنگ، حالا این بحران ها میتونه مثلا بلایای طبیعی باشه، میتونه جنگ باشه، یه بحثیه که وقتی که اتفاق میفته و شرکت درگیرش میشه دیگه تبدیل به یک ضرورت میشه برای شرکت. چرا؟ چون شرکت باید تصمیم بگیره در ارتباط با منابع مالیش چه کار کنه، در ارتباط با پیمانکاراش چه کار کنه، در ارتباط با کارمنداش چه کار کنه، در ارتباط با مشتریاش چه کار کنه، حتی در ارتباط با سهامدارش چه کار کنه، چجوری حفظ حقوق سهامدارا رو انجام بده. برای همین تبدیل به واقعا یک ضرورت و یک ایجاب میشه برای شرکت که شرکت باید در ارتباط با همه اینا تصمیم بگیره. ما مدیر باید انقدر اجایل باشه یا تیم تصمیم گیری چابکی دور خودش داشته باشه که بتونه در ارتباط با هر کدوم از اینا عملاً یه پاسخی داشته باشه و بتونه پاسخ بده به اون اتفاقی که میفته. حالا بخشی از این پاسخ‌های یک واکنشیه، ولی بخشی از این پاسخ‌هایی که خیلی عمیقه. چرا؟ برمیگرده به اینکه من الان تا 6 ماه دیگه باید چیکار کنم؟ اگه این جنگ طولانی شد سناریو پلنینگ من چیه؟ اگه این جنگ مثلا چه میدونم بیشتر از مثلا 2 سال ادامه پیدا کرد من باید چیکار کنم؟ الان من باید چجوری نیروی انسانیمو منیج کنم؟ الان چجوری باید زنجیره تامینمو منیج کنم؟ برای همین بخشیش که واکنشیه، بخشیش نه، سوالای خیلی استراتژیک و کلیدیه که هیئت مدیره و مدیرای اجرایی باید با هم دیگه براش راه حل پیدا کنن و خب این خیلی بستگی داره به اینکه چقدر شرکت بتونه خودش رو تو شرایط شوک نگه داره و چقدر به چه سرعتی بتونه از اون شرایط شوک بیاد بیرون. به همون نسبتی که بتونه و به همون سرعتی که بتونه از شرایط شوک بیاد بیرون، راحت‌تر میتونه راه حل‌های استراتژیک‌تر و منطقی‌تری برای شرکت خودش و ذینفعای خودش خلق کنه. ولی تو کوتاه مدت اگه بخوایم بگیم یعنی بحث کنیم که اصلا خب مسئولیت شرکتی در قبال توی دوران جنگ تو اون روزهای اولیه چیه، تو اون 10 روز اول چیه، تو اون 20 روز اول چیه، تو اون 1 ماه اول چیه، این خیلی برمیگرده به اینکه تو چجوری در ارتباط با کدوم ذینفع میخوای جواب دقیق تری بدی، کدوم ذینفع برات حیاتی تره و کدوم ذینفع یه جورایی به باتم لاین شرکتت ربط داره. چرا؟ چون اگه زنده نباشی، اگه سود نداشته باشی، اگر مثلا آخر ماه نتونی اصلا هیچ درآمدی داشته باشی، طبیعتاً باید شرکت رو تعطیل کنی دیگه اونجا جواب دادن به ذینفع معنی نداره. برای این باتم لاین مهمه. پس اولین هدفشون اینه که این باتم لاین رو یه جورایی ثابت و محکم نگه دارن. حالا میای میگی خب حیاتی ترین ذینفع من اگه مشتریمه، پس من باید بیشترین مسئولیتی که دارم در قبال مشتریم. اگه زنجیره تامین، من شرکتی هم که به شدت به زنجیره تامین وابستم،
عملا خط تولیدم یا شرکتم طوری کار میکنه که از پیمانکارا و تامین کننده های بسیاری من دارم مثلا مواد میگیرم یا متریال میگیرم که بتونم خط تولیدم رو اسموت و سالم یا میشه گفت خیلی راحت نگه دارم. پس زنجیره تامین اصلی ترین کار منه، پس من باید اونجا این کارا رو بکنم. نه اگه مثلا یه شرکتی هم که چه من FMCG هم و خیلی تو جامعه برام مهمه، اون یه نوع استراتژی دیگه رو میطلبه، یه پاسخ دیگه رو میطلبه. برام این که بدونی مهمترین ذینفت و حیاتی ترین ذینفت چیه و چی جوری برای اون پاسخ آماده کنی، این خیلی مهمه. این یه طرف قضیه است. یه طرف دیگه قضیه وقتی دوران جنگ میشه یا وقتی یه بحران اینطوری پیش میاد، همدلی آدما خیلی زیاد میشه. شاید 1 روز اول، 2 روز اول، 3 روز اول تو شوک باشن، ولی روزهای بعدی این همدلیه چون زیاد میشه، این خودش تبدیل به یه سرمایه میشه، یه سرمایه که و یه فرصت خیلی خوب که شرکت خیلی خوب میتونه ازش استفاده کنه. و اینجاست که اون ابتکارات شخصی میشه گفت CSR معنا پیدا میکنه و خودشو بروز میده و شما مثلا این ور اون ور میشنوید یا تو خبرها میخونید یا یه جورایی باهاش احساس خوشحالی میکنید یا احساس غرور میکنید که شرکت فلان این کارو کرد، شرکت فلان این کارو کرد. اینجاها اون ابتکارات شخصیه که از دل کیا در میاد؟ از دل کارمندا در میاد، از دل مدیرا در میاد، از دل پیمانکارا در میاد، حتی از دل پیشنهادات مشتری ها در میاد. اون همدلیه که زیاد میشه، این فرصت ها رو باید شرکت ها گراب کنن و اون مدیر یه جورایی باید انقدر چابک باشه که بتونه این ابتکارات شخصی رو بندازه رو ریل. مثال میشه بزنید؟ خیلی خیلی زیاده. مثلا فرض کنید مثلا اصلا بحث CSR توی جنگ چه زمانی خیلی میشه گفت ادبیاتش به وجود اومد؟ اوکراین، جنگ اوکراین این ادبیات رو عملا توسعه داد. ما حتی مثلا تو جنگ اوکراین به خاطر اینکه اوکراین زیر ساخت فناوری اطلاعات یا میشه گفت آیتی خیلی قوی داشت، ما مثلا توی اروپا بهترین دیولپرامون دیولپرهای اوکراینی هستن. مثلا سافتور کمپانی داره که مثلا سافتور دیولپمنت کمپانی داره که خودش مثلا یه چیزو 10,000 تا نیرو داره که فقط داره سافتور دیولپ میکنه برای شرکت‌های دیگه، یعنی تو این حجم دارن منیج میکنن. برای این بحث از دل جنگ اوکراین خیلی رشد کرد و خیلی خودش رو نشون داد و خب و کنار این حتی یه بحث دیگه ای به وجود اومد به نام Corporate Digital Responsibility یا CDR که اینم شروع کرد توسعه پیدا کردن و لیترچرش یا ادبیاتش به وجود اومدن و خیلی از افراد دانشگاهی این ور اون ور شروع کردن حرف زدن راجبش رو مقاله نوشتن که این ادبیات رو توسعه بدن که خب حال اصلا تکنولوژی چه فرصتایی رو در اختیار شرکت‌ها قرار میده که مسئولیتاشون رو بیشتر و بیشتر یه جورایی به رخ بکشن و اتفاقای زیادی افتاد. مثلا تو جنگ اوکراین مثلا فرض کنید یکی از به خصوص اون اوایل جنگ سازمان اطلاعات روسیه خیلی داشت نفوذ میکرد به اوکراین و حمله های سایبری انجام میداد، سعی میکرد میس اینفورمیشن پخش کنه بین اوکراینیا که ما حمله نکردیم به شما، یه جورایی اطلاعات سربازا و ارتش اوکراین به دست بیاره که بتونه. مثلا یکی از شرکت‌ها که تو حوزه فناوری اطلاعات کار میکرد، کاری که کرد اومد یه میشه گفت نرم افزاری رو توسعه داد و یه اپی رو توسعه داد که عملاً مثل یه فکت چک بود و مثل یه الرت سیستم بود براشون که تمام وقتی شما میرفتید توی وبسایتی یا وقتی یه مطلبی رو میگرفتید توی اپ‌های مختلف یا وبسایت‌های مختلف بهتون میگفت که این از سرور روسیه داره ران میشه یا نمیشه، آیا این چیزی رو که داره میخواید باز کنید یا دانلود کنید وصل هست به روسیه یا نه، از روسیه میاد یا نه، که اون الرت همونجا یه آگاهی پیش آگاهی اولیه رو به اون مشتری‌ها یا اون ویزیتورها یا اون کسایی که دارن استفاده میکنن از اون اپ یا استفاده میکنن از اون وبسایت بده، برای اینکه بتونه جلوی اونا رو بگیره. یه اینیشیتیو خیلی کوچیک شخصی بود، ولی اتفاقات دیگه ای هم مثلا افتاد. مثلا فرض کنید مثلا یکی از شرکت‌های اوکراینی خیلی برام جالب بود، اومد کاری که کرد این بود که یکی از چیزایی که اتفاقاتی که میافتاد این بود که عملاً وقتی روسیه حمله میکرد عمدتاً بیشترین جراحت‌ها رو آدمای عادی یا شهروندای عادی از خورد شدن شیشه ها و پنجره ها میگرفتن. اومد با همکاری دانشگاه MIT شروع کرد یه تکنولوژی رو توسعه دادن، یه سری شیشه هایی رو درست کردن که اینا وقتی مثلا موج انفجار میاد یا راکت میاد خورد وقتی میشه تبدیل به 1000 تا قطعه نشه که بره توی مثلا مجروح کنه آدما رو یا کاملا مثلا ناقص العضو کنه آدما رو.
و با همکاری یه NGO دیگه اومدن شروع کردن این تکنولوژی رو توسعه دادن و این پنجره ها یا این شیشه ها رو ساختن و تو سطح نزدیک مثلا 45,000 تا از این پنجره ها توسعه دادن و تو سطح میشه گفت خود کیف توزیع کردن و نصب کردن. این اینیشیتیوها بخشیش از دل همین ابتکارات در میاد، از دل این چیزای شخصی در میاد. حالا خیلی کارهای دیگه‌ای عملاً میشه کرد، مثلا تجربهش تو جنگ میانمار هست، تجربهش تو جنگ اوکراین هست، تجربهش تو جنگ لبنان هست که چه کارهایی کردن شرکت‌ها و این ابتکارات شخصی رو گاهی اوقات میتونن تبدیل کنن به یه کاملا اینیشیتیو بیزنسی، گاهی اوقات هم نه، یه ابتکار شخصی تو هم ابتکار شخصی میمونه و میره جلو. مثلا فرض کنید یکی از شرکت‌ها باز اومده بود یه سیستم درمانی رو انداخته بود به خاطر اینکه کارمنداش همه اون پنیک اتک رو میگرفتن، استرابه رو میگرفتن، دچار فروپاشی روانی میشدن. خب اومد یه هاتلاین رو انداخت. این هاتلاین گسترش پیدا کرد، تبدیل شد به یک کلینیک درمانی. یعنی خود اون اینیشیتیو که تو سطح یه شرکت بود تبدیل شد به یه حالا بیزنس، حالا یا به جامعه هم داره خدمت میده، که داره به جامعه هم خدمت میده. تقریبا مثلا یه چیز حدود 2,800,000 نفر تو این مدت، تو 2 سال جنگ، تقریبا از این هاتلاین و این کلینیک درمانی استفاده کردن. 2,800,000 نفر که این نشون میده که این ابتکار شخصی چجوری میتونه خودش تبدیل به یه میشه گفت نهاد استیبل یا یه نهاد مستقل با پاسخدهی حرفه‌ای بشه به بحران‌هایی که ناشی از جنگ یا ناشی از حالا هر چیز دیگه مثل بلای طبیعی. مرسی. من از صحبت‌های شما برداشتی که داشتم این بود که یه بعد در واقع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها تو شرایط جنگ اینه که اصلا خودشون سر پا باشن. یعنی شاید چیز اولیه‌اش اینه که خودشون بتونن سر پا بمونن، بتونن به حیاتشون ادامه بدن و بعد حالا در قبال انواع ذی‌نفعانشون، یعنی مثلا مشتریا، کارمنداشون، کسایی که باشون شریکن، کسایی که تو زنجیره تامینشونن، کسایی که تو هیئت مدیرهشونن، در قبال هر کدوم از اینها حالا کارهایی که میتونن انجام بدن، این در واقع میشه یه ترجمه از مسئولیت اجتماعیشون. و حالا یه سطح دیگه هم مثالایی که زدین، کارهایی که میتونن انجام بدن که حالا نفع به نوعی ملی داره یا شاید برای جامعه محلی که توش هستن نفع داشته باشه. برداشت من از صحبتاتون بود، درسته؟ و حالا من میخوام از همین استفاده بکنم با توجه به در واقع سطح اولیه‌ای که صحبت کردن که تاب‌آوری خود کسب و کار خیلی مهمه. شما حالا با توجه به اینکه کاملا توی دل کسب و کار هستید، سالها بودید، چه استراتژیایی رو میبینین که شرکت‌ها میتونن داشته باشن که به نوعی تاب‌آوریشون تو این شرایط بالا بره و پایداریشون رو بتونن حفظ بکنن، در واقع بقای خودشون رو بتونن حفظ کنن و آسیب نبینن؟ خب خیلی متشکرم. ببینید بذارید من برای اینکه من حقیقتش ذره سختمه بخوام برم تو این موضوع که توصیه کنم شرکت‌ها باید چیکار کنن، چون به نظر من شرکت‌ها خیلی تنوع دارن. شرکت‌ها شرایطشون، وضعیتشون، صنعتی که توش کار میکنن، مسائلی که باهاش مواجه میشن، فرهنگشون، سبک مدیریتشون، مالکیتشون، اینا خیلی با هم فرق داره و تأثیر میذاره روی نحوه واکنشش. ولی میتونم تجربه خودم رو اشتراک بذارم. ببینید، اولا بیایم ببینیم که اساساً این بحرانی که یعنی این جنگ 2 هفته‌ای که رخ داد توی چه زمینه‌ای شکل گرفت. یعنی اینجوری نبوده که مثلا شرکت‌های ما مثل بقیه شرکت‌های کشور دیگه تو دنیا داشتن نرمال کارشون رو می‌کردن، بعد یه دفعه چیزی غیر منتظره اومده به موشک خورد و فلان. ببینید واقعیتش این که اولا اقتصاد ایران اقتصاد فاقد رشده. یعنی شما اگر رشد واقعی اقتصاد ایران بدون در نظر گرفتن بخش نفت، بدون اینکه نفت یه نوسان‌های سیاسی به دلیل شل و صفر شدن تحریم‌ها داره و اون یه تغییرات درون خودش ایجاد میشه. ولی اگر رشد اقتصادی 10 دهه اخیر ایران رو نگاه بکنید بدون بخش نفت، ما رشد اقتصادی مرکب 10 سالمون تقریبا صفره. این حرف یه عدد نیست، یه واقعیتیه که بر همه ما حاکمه. یعنی کیک اقتصاد ایران بزرگ نمیشه و چون ما یه سری به قول معروف استهلاک داریم از دارایی‌های قدیمی میخوریم، به قول معروف داریم از جیب میخوریم،
کیک اقتصاد ایران در اصل داره کوچیک میشه. تشکیل سرمایه ثابت همیشه منفی. بله، ما تشکیل سرمایه ثابتمون الان فکر میکنم 4 ساله یا 5 ساله که منفیه. خب پس یه اقتصادی داریم که داره کوچیک میشه و یه اقتصادی هم هست که اقتصاد سالمی نیست، به این معنی که بخش بزرگی از اقتصاد ما در اختیار بنگاه‌هایی هستن که اینها مالکیت خصوصی ندارن، یا کاملا دولتی هن یا خصولتی هن و نتیجهش چیه؟ نتیجهش این که ما فضای رقابت واقعی نداریم در خیلی از صنایع و بخش خصوصی ضمن اینکه داره در یه اقتصاد آب رونده کار میکنه، در یه رقابت غیر منصفانه هم باید فعالیت بکنه و همین رو در شرایطی که کیفیت سیاست گذاری اقتصادی کشور هم به شدت کیفیت نازلیه. یعنی شما اونجایی که با رگولاتور طرفید، اونجایی که با نهاد ناظر طرفید، اونجایی که با نهاد داور طرفید، همشون دارن تو کیفیت پایینی به کسب و کارها سرویس میدن و کسب و کار ایرانی به این داره به این وضعیت بدون اینکه علاقه‌ای داشته باشه عادت کرده. پس ما یه شرکتایی داریم مسائل متنوعی درون خودشون دارن، شرایط بیرونی هم حامیشون نیست و این رو ما در قالب رشد اقتصادی صفر یا منفی میبینیم. حالا این شرکت‌ها یه دفعه با یه بحران غیرمنتظره هم به اسم جنگ روبرو میشن. بیایم خودمون رو بذاریم جای اون مدیر ببینیم با چه واقعیت‌هایی روبرو میشه. خودمو میگم اولین مسئله اینه که منم یه آدمم، به لحاظ ذهنی یه محدودیت‌هایی دارم و وقتی با یه شرایط پیش بینی نشده و غیر منتظره روبرو میشم، به طور طبیعی قابلیت‌های ذهنیم دچار اختلال میشه. پهنای باندم صرف چیزایی میشه که چیزای شخصیمه. منم نگران خانواده‌ام، نگران عزیزانم، نگران شرایطم، نگران ایمنیمم. یعنی این آدمم خودش نمیتونه مثل قبل پرفورم کنه، خود اینم افت کارایی. از اون طرف این آدم یه به قول معروف نگرانی جدی پیدا میکنه که کسب و کارش با 2 تا بحران فوری روبرو میشه، 2 تا بحران در دسترسی به منابع. از یک طرف فروش شما بلافاصله کاهش پیدا میکنه یا صفر میشه، پس نقدینگی وارد شرکت شما نمیشه. 1. 2. نیروی انسانی شما کنترل شما خارج میشه یا از تو این ماجرای اخیر از شهر خارج شدند به دلیل اختلال اینترنت و اینها، عملا دسترسی هم بهشون وجود داشت. یعنی شما منابع مالیت و منابع انسانیت هم فعلا کنترلت خارج میشن. یه مدیر شوکه شده خودش نگرانی شخصی داری که 2 تا منبع کلیدی برای اعمال نظرات و تصمیماتش هم فعلا تا اطلاع ثانوی از دست داده. از اون طرف کسب و کارها در خلک کار نمیکنن، همه کسب و کار دارن در یه زنجیره تأمینی کار میکنن. زنجیره تأمین شما هم توش مشک خورده. توی یک کسب و کاری زنجیره تامینش میشه تامین کنندش، قطعه سازش، تولید کنندش، لوجستیکش، انبار، پیک، نمیدونم حمل و نقل فلان. توی صنعتی زنجیره تامینش میشه بازار سرمایه، نهادهای مالی، کارگزاری. توی صنعتی زنجیره تامینش میشه مجموعی از آدم‌هایی که به عنوان راننده، کارشناس، سرویس دهنده رو پلتفرم شما بودن. همه اینا به این رفتن. حداقلش اینه که همه شوکه شدن. خب من یه مثال بزنم، خیلی شاید مثال بدیهی باشه ولی بدیهی بودنش به نظر من از وحشتناک بودنش کم نمیکنه. واقعا اینترنت قطع شدنش صرفا یه اختلال در سمت مشتری نبود. ما با کارمندمون نمیتونستیم ارتباط داشته باشیم، با مشتریمون نمیتونستیم ارتباط داشته باشیم، امکان توسعه، دپلویمنت و پشتیبانی در تیم‌های فنیمون بدون که وی پی ان کار نمی‌کرد نمیتونستیم داشته باشیم. و از همه اینا مهمتر مسئله یه چیزی بود که پهنای باند همه ما رو اشغال کرده و هم نمیدونستیم آخه الان اینترنت نیست پس چی جایگزینش باشه، چرا نیست، تا کی نیست، چیکار کنیم. یعنی میدونید فقط یه چیزی قطع نشده، یه بخش از ذهن من همیشه میگم اینا که تو ترافیک مثلا فاصله خونه محل کارشون رو تو ترافیک میگذرن تهران، فقط اون دیوریشن، اون تایم تو ترافیک رو از دست نمیدن. اون تایمی هم هست که انقدر بی‌کیفیته، انقدر اعصاب خراب میشه، آلودگی، سردرد، که دیگه کل شبشون از دست میدن. قطع شدن اینترنت برای ما اینجوری بود، فقط خودش قطع نشد، مغز ما هم انگار یه بخشی از توانایی ذهنیمون صرف یه چیز بی‌معنای غلط بسیار بسیار مبهم بدون هیچ امکانی برای پیش بینی شده بود. و وقتی ارتباط نیست سردرگمی هم ایجاد. بله خب ببین ویژگی بحران عدم قطعیت. ما با قطع کردن اینترنت یه ضریبی هم بهش دادیم، یعنی چون جمع‌آوری داده، دسترسی، همه چی به این میره، عدم قطعیت دوچندان میشه. حالا تو این شرایط این مدیره که همین چالش هم داره، یه دفعه یه مسئولیت مضاعفی هم به دوشش گذاشته میشه. آقا مشتری ملتهب رو باید
پاسخ خوبه. آرام کنی. یعنی در حالت نرمال من خیلی دغدغه ندارم، میگم آقا من هزینه مارکتینگ میکنم، مشتری میاد سرویس میگیره میره. الان در این وضعیتی هستی که تو باید که به قول معروف آتشی هم سمت مشتری خاموش کنی. یعنی ضمن که منابعت از دست دادی، پهنای باندت کاهش پیدا کرده، توانایی ادراکی و روانی خودت هم دچار اختلال شده، مسئولیتت هم اضافه شده تازه، یعنی حتی مسئولیت سابق باقی نموند. خب اولین نتیجه طبیعی این وضعیت افزایش اشتباه. یعنی به نظر من هر مدیری بیاد بگه من تصمیم در این دوره گرفتم درست بوده و دفاع بکنه، به نظر من مدیر احتمالاً ناشیه، چون حتما اشتباهات مدیران افزایش شده. دومین مسئله اینه که تو یه همچین شرایطی اگر بخوای خوب عمل کنی، میری به سمت اینکه اولویت بندی بکنی موضوعات تو. یکی از موضوعاتی که اولویت بندی میکنی، همونجوری که آقای امیدوار فرمودن، ارتباطت با ذی‌نفعانه. این ذی‌نفعان شما مشتریان شما هستن، کارکنان شما هستن، جامعه است و سهامداران شما هستن. حالا وقتی من میگم جامعه، درون خود این کلی میشه تجزیهش کرد به عناصر مختلف و حاکمیت هم توی همین میبینم که البته تو کسب و کار ما حاکمیت ذی‌نفع بسیار بزرگیه. ما بعضی از مسائل اتفاقا با حاکمیت بود. یعنی ببینید وقتی مثلا تامین اجتماعی یا مالیات در روز جنگ، ببینید تامین اجتماعی فشار آورده بود که باید همه حق بیمه ماه اردیبهشت شد در انتهای خرداد بدین، یعنی در اوج موشکبارا. کلی پیگیری چیز 4 روز تمدید، یعنی اجازه داد تا 4 تیر ما مثلا دیرتر بدیم. خب این ذی‌نفع اصلا آن منیجبله، اولویت یکم میشه، بدن اینکه من پولش رو باید بدم، پولش هم گنده است. میدونید شرکت ها، ما خودمون مثلا در کارنامه یه چیزی بوده 20 فکر میکنم 6-7% معادل 26-7% هزینه که به کارکنان به عنوان حقوق دستمزد میدیم و میدیم تامین اجتماعی. در جای خودش میشه صحبت کرد اصلا که چرا اصلا چه فایده ای داره این کار. ولی به هر حال این عدد یه دفعه فروشت کم شده، مشتریات عصبانی هن، کارکنان تمام دست دادی، حالا یه چک قطعی هم داری که باید پرداخت. این اولویت بندی ذی‌نفعان در شرکت های مختلف متفاوته به نظر من، چون منطق اولویت بندی میتونه متفاوت باشه. ببین اولین شما منبعی که از دست دادی و کلیدیه و اصلا بنگاه برای اون کسب و کار برای اون شکل تشکیل شده پوله. ما در کارنامه 2 هفته تقریبا 90% درآمدمون از دست دادیم. خیلی هم طبیعی بود، بازار خودرو از بین رفت، کسی تو این شرایط ماشین معامله نمی‌کنه. ما هم در تهران متمرکزیم و شهرهای بزرگ و همه شهرهای بزرگ تحت تاثیر این شرایط بود. خب ما الان پول از دست دادیم، مخارجمون هم خیلی کم نشد. یعنی ما مخارجی که میتونستیم از مدیریت بکنیم صرفا مارکتینگ و تبلیغات بود که خب انجام ندادیم و نیروی انسانی اون هم نیست. خب و مشتری هم طبعا، حالا ما یه شانسی که داشتیم این بود نوع کارمون یه جوری که مشتری قبلی نداشتیم دیگه، یعنی خیلی کم داشتیم. به همین دلیل مسئله پشتیبانی مشتریان در کوتاه مدت نداشتیم و گرفتاری ما این بود خب ما الان یه درآمدی بلافاصله از دست دادیم، مخارجمون خیلی فرقی نکرده. آیا این یه هفته طول میکشه، یه ماه طول میکشه، 3 ماه؟ نمیدونیم. به همین دلیل تو الان واقعا نمیدونی چی کار بکنی، نگرانی که اگر هیچ کاری نکنی این چند ماه این وضعیت تداوم پیدا بکنه و شرکت ورشکست شه کاملا. حالا اینو ببریم توی این چارچوب که بخش مهمی از شرکت‌ها تو همون اقتصادی که عرض کردم رشدش نزدیک به صفره، نقدینگی آزاد چندانی ندارن که بتونن توی این شرایط از اون نقدینگی استفاده کنن. ببینید یکم بحث من شاید یه ذره مثلا فنی بشه ولی فکر کنم مفیده. شما برید ببینید که نسبت سود خالص شرکت‌های ایرانی چند درصده. تو بازار بورس این عدد میشه دست کم هم شرکت‌های سهام عام حساب کرد. تازه شرکت‌های سهام عام همه شرکت‌های بزرگی ان، عمدتاً هم خصولتی ان، بعد حاشیه سوداشون بالاتر باشه با انبوهی کسب و کار کوچک و متوسطی که معمولاً در بهترین حالت سر به سرن نمیشه مقایسهشون کرد. ولی بازم با این حال نسبت حاشیه سود خالص در این مملکت من گمان نمی‌کنم بالای 5% بشه. یعنی اگر فرض بفرمایید شرکتی مثلا 10% بیایم مثلا بالاتر ببینیم نسبت سودشه، یعنی این شرکت 10% درآمدش مازاد داره دیگه. حالا اگر ما بگیم اون طرف درآمدش 0 شده، 10% تقریبا معادل درآمد 1 ماهه. یعنی این شرکت حداکثر 1 ماه میتونه درآمد نداشته باشه، حداکثرش اینه. خب از اون طرف تو اینجور موقعیت ها معمولا شرکت ها میرن سراغ تأمین مالی، اون چیزی که اصطلاحاً بهش میگن فست مانی، تامین مالی های سریع که بتونن فعلا این زخم رو یه جوری مدیریت کنن، وام بگیرن، تسهیلات بگیرن. نظام بانک ما کلا خودش ناکارآمده
و به خصوص به کسب و کارهای کوچک و متوسط توان وامدهی نداره و اساساً شکل گرفته برای اینکه به کسب و کارهای بزرگ دارایی محور وام بده. حالا تو این شرایط وضع بدتر هم میشه. خب پس تأمین مالی از نظام بانکی که فعلا منتفیه، بازار سرمایه که دیگه اصلا ذاتاً فستمانی نیست، ذاتاً تأمین مالی زمانبر رو اصلا نمودش نمیشه. اینکه یه سری منابع دیگه تبدیل بشه چطور؟ مثلا ببینید منابعی که شرکت‌ها دارن به هر حال سرمایه گذاری کردن. ببینید نکته کلیدی همینه دیگه. ببین کلی که نمیشه گفت. همه اینا در نهایت در آخر سال مالی خودشون در قالب اون سود خالصه باید نشون بدن دیگه. و اقتصادی که شرکت‌های نسبت سودشون پایینه، این منابع کجاست؟ خب در مورد مثلا اقتصاد آمریکا صحبت نمی‌کنیم که انبوهی شرکت سودده مثلا چیز داره. در مورد اقتصاد به رشد صفری صحبت می‌کنیم که شرکت‌هاش خوب یا بد. من خیلی توی توییتر و لینکدین به من مثلا چیز میشد که آقا شرکت‌ها سود فلان. من تعجب می‌کنم آدمام نمیدونم فیلم سریال آمریکایی زیاد می‌بینن، فکر می‌کنن کسی که تو ایران شرکت داره همه دم دارن دیویدند بالا میگیرن، سود. واقعا این خبرا نیست، در بخش مهمی از شرکت‌ها نیست. بله یه دم میتونن مسخره کنن که اینجوری نیست چرا شرکت رو جمع نمی‌کنید. خب ظاهرا خیلی تو این 10 سال 15 سال اخیر جمع کردن که رشد اقتصادی صفر شده. حالا همینم که مونده، اینم احتمالاً به زودی جمع خواهند کرد. دل تمام این منتقدایی که مدام دارن تیکه میندازن خنک میشه. میدونید این خیلی حرف عجیبیه که ما کسی که تو شرایط سخت بنگاهش رو نگه داشته حتی به قیمت اینکه سود چندانی نکنه رو تمسخر میکنیم که اگه وضع اینقدر خرابه چرا شرکت رو جمع نمیکنید. خب من واقعا وقتی تو شرکت‌های نمیفهمم منطق مردم رو، ولی بگذاریم. حالا من میخوام بگم اون چیزی که شما میگید پس اندازه خیلی وجود خارجی نداره. شرکت‌های معدودی هستن که اینقدر مازاد دارن، چه در قالب اوراق در بازار سرمایه. بله احتمال داره بگیم یه شرکتی ساختمان داره، ماشین داره، ماشین‌آلات داره، اینا رو بفروشه. دو تا اتفاق ساختمان به راحتی قابل تبدیل میشه. یه بحث همین داستان نقدچربندگی، ولی بحث مهمتری اصلا از این یه چیز دیگه است. ببین این دارایی‌ها که مازاد نبوده، که یه گوشه‌ای که ننداخته بودنش، یه بخشی از منابع تولید بوده. الان اگه شما اینو در بفروشید در بلند مدت دچار اختلال تولید میشید. جنگ تمام بشه اون موقع چیکار میخواید بکنید؟ اینو از این جهت میگم که ببینید تعدیل چیزی نیست که هیچ مدیری ازش استقبال کنه. خب ولی وقتی یه شرکتی تعدیل میکنه داره با اون منطق اولویت بندی به این فکر میکنه که من اگر نکنم و این هزینه رو بکنم و مثلا به جاش برم یه تجهیزاتی که دارم یا ما تو کارنامه این کارو کردیم برای اینکه ما سرمایه در گردشمون رو آوردیم دادیم حقوق بچه‌ها. بدونید ما یه بیزنسی داریم در کارنامه برای لیزینگ که کسی که میخواد ماشین دست دوم بخره میتونه یه بخش رو از کارنامه وام بگیره، ولی تو معامله ماشین دست دوم فروشنده وقتی معامله میشه پولش رو بلافاصله تو 24 ساعت میخواد. کارنامه پول این فروشنده رو میده، بعد 2 هفته 3 ماه یه ماه با خریدار و شرکت لیزینگ ادامه میده که اون وام چیز. پس ما سرمایه در گردش این وسط داریم. ما اومدیم سرمایه در گردش الان وام دادیم، حالا این دوره رو میگذرونیم، ولی واقعا 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه 4 ماه دیگه این ماجرا بگذره، خب اون سرمایه در گردش از کجا میخوایم تامین کنیم؟ اگه نتونیم تامین کنیم خب باز یه درآمد بعدی رو از دست دادیم دیگه. پس داستان 2 هفته 3 هفته درآمد از دست دادن نیست. ببینید نکته کلیدی اینه که شما، من میخوام هاش بیستم رو اون کلمه‌ای که آیا امیدوار به کار بردن، ناچارید اولویت بندی کنید و مدام بین بد و بدتر انتخاب کنید. هیچ گزینه خوبی وجود نداره. توی همچین شرایطی گزینه‌های بدی که دارید هر کدوم یه سری از ذینفعان شما رو احتمال داره متضرر بکنه یا اونا رو زندگیشون و شرایطشون دچار اختلال بکنه. گریز ناپذیره، بسیار غم انگیزه، بسیار تأسف برانگیزه، ولی گریز ناپذیره. آقای نامداری، من میخوام برگردم به اون سوال اولم، اینه که شما فرمودین شرایط موجود بود. حالا با این شرایط موجود اگه یه شرکتی تصمیم گرفته که به کارش ادامه بده، چی کار میتونه بکنه که کمتر آسیب ببینه و حالا به نوعی پایداری خودش رو حفظ کنه، تاباوری بیشتری داشته باشه؟ ببینید واقعیتش همینه، اولویت‌بندی. یعنی هیچ پاسخ عجیب و جادویی وجود نداره. اولویت‌بندی یعنی شما تصمیم میگیری یه سری از مخارج تو کاهش بدی برای اینکه تاباوری بلند مدت رو افزایش بدی. مثلا احتمال داره یه جایی بگی آقا من الان مارکتینگ تبلیغات نمی‌کنم تا اطلاع ثانوی، جنگم تموم بشه تا 3 ماه نمی‌کنم. به هر حال داری یه بخش درآمدت رو از دست میدی.
ولی در عوض یه مقدار از هزینه‌ات هم کم کردی. یه جا احتمال داره یه مجموعه بگه مثلا ما سرمایه در گردشمو صرف میکنم، حالا بعداً ببینم چه میشه کرد. داریم اولویت بندی میکنیم. یه جایی هم شما ناچاری از هزینه نیروی انسانیت کم بکنی و بگی که من 1% ما در کارنامه 16% پرسنلمون رو ناچار شدیم که باشون خداحافظی بکنیم. با اینها خداحافظی میکنی به دلیل اینکه اون 84% مابقی رو سیو کنی، 84% مابقی رو بتونی حقوقشون رو بدی. البته شرکت‌ها الگوهای متفاوتی دارن. مثلا من شرکتایی دیدم که بچه‌ها اطلاع دادن که مثلا ما 70% حقوق همه رو میدیم، فعلا کسی رو تعدیل نمی‌کنیم. این راه حلیه، ولی توجه کنید این راه حل در شرایطی ممکنه که شما اطمینان داشته باشی اون 30% که ندادی رو در آینده میتونی بدی. این خیلی مهمه. اگه موافق باشید ما بریم سراغ امیدوار این موضوع تعدیل رو دوباره برگردون بهش بپردازیم. من قبل اینکه شما سوال بپرسید یه نکته رو در ارتباط با حرفای نیما جان بگم. کلا مسئولیت شرکتی تو ایران، تو اون محیط کسب و کاری که عملا نیما جان تعریف کردن، خیلی پدیده غامضیه تو ایران. چرا؟ چون تو ایران محیط کسب و کار، الگوهای تصمیم سازی تو محیط کسب و کار و الگوریتم‌های حاکم تو محیط کسب و کار عملاً طوری تعریف شده که اتفاقاً تو اگر مسئولان عمل نکنی برنده‌ای و اگر مسئولان عمل کنی، چون یه سری هزینه‌های رو مترتب بر خودت می‌کنی، بازنده میشی. مثلا اگه شفاف باشی بازنده میشی. اگه یه دفتر باشی، احتمال اینکه اون کسی که 2 دفتر است و رقیب توئه راحت باشه، سود بهتری داشته باشه، بتونه جنس ارزونتری بذاره تو بازار، بتونه دامپینگ کنه یا هر کاری دیگه بکنه، خیلی زیاده. اتفاقا عملا به اون جایزه میدن. یعنی کسی که یه جورایی نامسئولانه داره عمل میکنه تو این محیط کسب و کار داره جایزه میگیره عملا و همه جورا. یعنی از سمت مشتری داره جایزه میگیره، چرا؟ چون جنس ارزونتر به دستش میرسه. از سمت جامعه داره مشتری جایزه میگیره، چرا؟ بهش میگن این شرکت خیلی شرکت زرنگیه. از سمت دولت داره جایزه میگیره، چرا؟ چون راحت با یه رشوه یا با یه منبع خارج از غیر متعارف راحت میره مجوز کسب و کارش رو میگیره، راحت میره مجوز طرح توسعه‌اش رو میگیره، راحت میره تسهیلاتش رو میگیره. خب همین این محیط کسب و کاره طوری تعریف شده و بازیگراش طوری دارن عمل میکنن. وقتی میگم بازیگرای محیط کسب و کار، دولت هست، رگولیتورها هستن، مشتری‌ها هستن، پیمانکار هست، تامین کننده هست، مردم جامعه هستن، مصرف کننده هاش هستن. همه اینا طوری تعریف شده که دارن عملا به کسب و کار نامسئولانه جایزه میدن. و برای همینه که شما میبینی که مثلا اگه ما حرف میزنیم که خب حالا مسئولیت شرکت تو دوران جنگ چیه، باز برمیگردم با هم حرف اولم. مدیره تصمیم میگیره، یه کاری رو تسهیل میکنه که انجام بشه، مسئولیتی رو در قبال یه ذینفع داخلی یا یه ذینفع بیرونیش انجام میده، ولی اون چیزی که واقعا اینو درایو داره میکنه ابتکار شخصیه. ابتکار شخصی اون مدیر، اون کارمند یا اون مشتری یا هر کس دیگه ایه. برای این تبدیل به یه میشه گفت فرایند شسته رفته استاندارد پذیرفته شده قابل تکرار نمیشه. خب و عملا ما هم باید دلمون خوش باشه به همین ابتکارهای شخصی. یعنی تهش باید از همین ابتکارهای شخصی احساس غرور کنی. چرا؟ چون این محیط کسب و کار بازیگراش طوری کردن که عملا مسئولان عمل کردن تو رو بازنده میکنه. این نکته که گفتین کلی هستش، یعنی در واقع چه شرایطی که فعلا توش هستیم چه شرایطی که قبلا. آره فرق نمیکنه، در نهایت این حاکمه. میدونی این اون چیزیه که زمینیه که برای تو تعریف شده. حالا تو شما هر کاری بخوای بکنی تو همین زمینه باید انجام بدی و این برات حاکمه. بسیار خوب، ممنونم. حالا شما یه کتابی هم دارین، مسئولیت اجتماعی شرکت ها برای منابع انسانی، اگه اشتباه نکنم، درسته؟ توی این اوضاع چجوری میبینید این قضیه رو؟ دیگه توی این اوضاع باز شرکت ها خب متفاوتن. یعنی مثلا ما یه شرکتی که یه جورایی منابع انسانی محوره، به خصوص شرکتایی که تکنولوژی داره حرف اولو توشون میزنه، خب نیروی انسانی داره اون شرکت رو درایو میکنه و اون شرکت رو میبره جلو و نیروی انسانی مهمترین ذینفعیه که اون شرکت رو داره. چرا؟ اون شرکت دانش محور، دانش روی انسان هاست، پس من باید به اونا توجه کنم و اون حیاتی ترین ذینفعمه. ولی یه شرکتی که مثلا کارخونه یا خط تولید داره، احتمالاً زنجیره تأمینشه که مثلا بیشترین اهمیت رو داره. ولی این سمت منابع انسانی، خب تو دوران جنگ چجوری باید بهشون توجه کنیم؟ مثلا فرض کنید
اطلاع رسانی شفاف و دقیق بهشون بدیم. مثلا فرض کنید چه جوری استرابشون رو کم کنیم، چه جوری مثلا یه شرکت میتونه به راحتی مثلا چه میدونم یه مشاور هایر کنه، مشاور مثلا روان درمان هایر کنه که این در دسترس کل کارمنداش باشه. یا بخشی از مثلا کارمندای شرکت مادرن، درسته که الان داره میاد سر کار ولی تمام ظرفیت فکریش به قول نیما جان کجاست؟ فکر بچه‌شه که الان تو خونه است، تنهاست، الان جنگه، الان اون منطقه مثلا دستور تخلیه دادن یا ندادن، میدونید الان اونجا اتفاق میفته یا نمیفته. خب من به عنوان یه شرکت چجوری میتونم ذهن این مادری که کارمند منه و داخل شرکت من داره کار میکنه و اومده تو شرکت رو آروم کنم، من چی کار میتونم بکنم؟ برای همین وقتی یه شرکتی عملا حیاتی در ذینفعش میشه کارمنداش، باید بدونه که رو هر کدوم از این سگمنت های کارمندایی که داره چی جوری عمل کنه. یه سری کارمنداش خب طبیعتاً خیلی سریع استراب میگیرن، خیلی سریع پنیک اتک میکنن. یه سری کارمندا مادرن، یه سری کارمندا نه، مثلا آدمایی که خیلی با تکنولوژی دوستن راحت میتونن ریموت کار کنن. پس برای هر کدوم از اینها شما باید تصمیم گیری های متفاوتی انجام بدی و یه جورایی وقتی شما یه مارکت سگمنت میکنی میتونی کارمندات هم سگمنت بندی کنی و متناسب با سگمنت هایی که به وجود میاد راه حل های میشه تا اندازه‌ای خلاقانه براشون خلق کنی که این دوران جنگ یه جورایی یا بگذره یا بتونی اگر این جنگ قراره طولانی بشه تو محیطی رو فراهم کنی، زیرساختی رو فراهم کنی که بشه این کارمندا تو دوران جنگ راحت کار کنن. یه صحبتی که داشتیم این بودش که حالا این نامداری هم اشاره کردن، یکی از انتظاره که از شرکت ها میره اینه که اون جریان کاریشون رو حفظ بکنن، که به هر حال مردم یه سری خدماتی لازم دارن، یه سری کالاهایی نیاز دارن و این جریان کاریه باید حفظ بشه. از طرف دیگه ما میخوایم خب در مورد کارکنانمون اون مسئولیت اجتماعی رو داشته باشیم، اون همدلی رو داشته باشیم. به نظرتون چجوری میشه اینا رو با هم دیگه جمع کرد؟ یعنی هم همدلیه رو داشته باشیم، هم از این طرف کارمندا تو هواشون رو داشته باشی، هم از اون طرف بگی که مشتریای من نمونن. این به هر حال اگه مشتری قرار نمونه باید جریان خدمت رسانی ادامه داشته باشه و خب آدما باید کار کنن. این نمیشه که مثلا هر کی انتظار داشته باشه که خب الان مثلا تهران داره موشک میخوره من بلندشم برم. میدونید از طرفی هم خب به هر حال تو میخوای رضایت کارمندات رو هم حفظ بکنی، اون حالا مسئولیت رو در قبالشون داشته باشی. یه جورایی اینو تو سوال قبلی هم گفتم خیلی بستگی داره که چی جوری یه راه حل خلاقانه پیدا کنی برای این کار. مثلا فرض کن مثلا نسله مثلا کاری که کرد این بود که تو این دوران جنگ خب یه سری از مدیرای کلیدیش نیومدن، رفتن سفر به خاطر اینکه می‌خواستن از این محیط دور بشن. خب بعد یه سناریوی اینه خب اگه این جنگ ادامه پیدا کنه و این کارمندای من هر روز مثلا بخوان بیان تو این تهران و هر روز یه دستور تخلیه تو یه منطقه باشه، خب نمیتونن کار کنن. چی کار کنن؟ یه کاری که میتونه بکنه یا همین الان هم انجام دادن مثلا اینه که اومدن 16 تا از مدیرای کلیدی که بیشترین ارتباط دارن و بیشترین میشه گفت تاثیرگذاری رو تو روند تولید و فروش نسله دارن، اینا رو منتقل کردن به قزوین که کجاست؟ کنار خط تولید کارخونه‌شونه و عملاً آپارتمانایی برای اونا تهیه کردن و اینا منتقل شدن به اونجا که بتونن تو این دوران اونجا زندگی کنن که هم خط تولید نخوابه هم فروش نخوابه. کارهایی که میشه کرد این واقعا بستگی داره به استراتژی شرکت، اون هیئت مدیره شرکت یا مدیر اصلی اجرایی شرکت چجوری تصمیم بگیره در ارتباط با اینا که یه جورایی این دوتا رو با هم دیگه جمع کنه. ولی راه حل هاش عملاً بازم میگم ابتکارات شخصی اون مدیر یا اون هیئت مدیره است، متناسب با شرایطی که داره پیش میاد که بتونه هم جریان میشه گفتش که فروش و عملیات شرکت رو خیلی اسموت نگه داره و هم بتونه در این حال کارمندان نمیتونم بگم پروداکتیو ولی حداقل تا اندازه‌ای که میتونه بهره ور نگه داره که جریان عملیات شرکت عملاً به مشکل بر نخوره. اونورم خب مشتری‌ها یا ناراضی نشن یا مشتری‌ها حداقل بتونن به حداقل خدماتی که اون شرکت داره میده دسترسی رو همچنان داشته باشن. باتم لاین شرکت هم عملاً یه ضرر خیلی هنگفت نبینه که شرکت بتونه ادامه بده. من این چند وقتا خودم خیلی دقت می‌کردم به اینکه شرکت‌ها چیکار کردن، کیا گفتن که باید بیان، کیا مرخصی بدون حقوق دادن، کیا با حقوق دادن، کیا تعدیل کردن.
یه چیزی که به نظرم رسید این بود که شاید یکی از موضوعاتی که وجود داره اینه که مخصوصا توی جاهای بزرگ همه مشاغل داره یه جور دیده میشه، یعنی چون برای این شرایط بحران ما آماده نشدیم، انگار به نوعی مشخص نیست کیا کارشون ضروریه حتما باید بیان، کیا لازم نیستش بیان و به خاطر همین انگار شرکت براش تصمیم گیری سخت میشه. ولی خب اگر به نوعی کارا دسته‌بندی بشه، یعنی ما این بحرانه رو بتونیم پیش بینی بکنیم، شاید از یه جهتایی راحت‌تر بشه. شغل سگمنت بندی بشه، کارکنان سگمنت بندی بشن، همونطور که داریم مارکت رو سگمنت می‌کنیم و متناسب با هر سگمنتی ما یه استراتژی فروشی یا یه استراتژی بازاریابی داریم. عملاً توی این حوزه هم مدیر عملا همین کارو باید بکنه دیگه. مثلا بگه آقا این شغلا کاملا میتونن ریموت انجام بشن، این شغلا مثلا چه نیازمند حضوره ولی میتونیم روتیتش کنیم، مثلا یه هفته اینا بیان یه هفته کسای دیگه بیان. خیلی خیلی میگم برمیگرده به اینکه واقعا ما چی جوری سگمنت بندی کنیم کارمندامون رو متناسب با هر سگمنتی یا هر میشه گفت کیوبی که درست میکنیم براشون، عملا راه حلی رو پیدا کنیم که اون کارمنده بتونه با بهترین بهره وری کارش رو انجام بده تو این دوران بحران. روتیشن یه بخششه، نمیدونم استفاده از همین تکنولوژی و زیر ساختای آیتی یه بخششه، نمیدونم ریموت کردن یه بخششه. عملا وقتی اینترنت قطع ریموت کردن خیلی چیز در دسترسی نیست. بستگی داره بازم با واقعا سرویستون. ببینید واقعیتش اینه که ما در ایران ذهنیت حاکم بر سیاستگزار که تا یه حدی به جامعه منتقل شده تکنولوژی هراسیه. این واقعیت نظرم خیلی چند وجهیه. اصلا بحثم کسب و کار اساساً کلی. آره و اساساً تکنولوژی خارج از منطقه امن کامفورت زون بخش مهمی از جامعه ایرانیه، از جمله سیاستگزار. نشانش اینه که وقتی که در شرایط غیر طبیعی قرار میگیره ناخودآگاهش تکنولوژی رو تهدید میبینه نه فرصت. خب ناخودآگاهش یعنی وقتی میشین بحث میکنی استدلال میکنی خیلی وقتا استدلالی هم نداره. من تو همین قضیه اخیر سر اینترنت خب با بعضی از مدیران دولتی ارتباط داشتم، جلسه‌ای گفتگویی واقعا چیزایی که من گفتم بعضیش به لحاظ فنی شوخی بود که مثلا از نظر خودشون تهدیدهایی که داشتن مدیریت میکردن، یا بعضیاش اینجوری بود که اگرم تهدید واقعیه برای مدیریت کردن شما نیاز نداشتی که یه مملکتی رو متأثر اینترنت کل کشور رو قطع کنی، چون در یه نقاط مشخصی ما با یه مسائلی روبرو هستیم. خیلی راحت میشد اون مناطق رو فقط BTS های موبایلش غیر فعال کرد. ولی به نظر اصلا ماجرا این نیست. اصلا ماجرا همونیه که یه ترسی از تکنولوژی هست و به نظر این صرفاً با تغییر نسل و با تجربه های متنوع هراس از بین میره و مثلا با توصیه استدلال از بین نمیره، چون شرط بحران ویژگیش اینه که مغز درست کار نمیکنه دیگه، برمیگرده به عادتاش. ذهن شروع میکنه ناخودآگاه و اون چیزایی که بهش عادت کرده یه دفعه به طور میخواد سریع تصمیم گیره و استدلال و اینا شرط نرماله. این در مورد مدیر دولتی هم هست. یعنی ما نشستیم بحث می‌کردیم سر اینترنت، بعد مثلا طرف میگه آقا نمیدونم الان چیز وایسادی با ما این بحثو می‌کنیم و من میگفتم خب اگه حرفم غلطه نکن، ولی چون زمان جنگه مثلا عقلمون رو تعطیل کردیم. جنگ اتفاقا با عقل اداره میکنه، جنگ با عادت، جنگی که با ناخودآگاه مدیریت بشه احتمالاً عاقبت خوبی نداره. اتفاقا جنگی توش موفقی که با عقل و علم باش جلو بری، ولی متاسفانه تو فضای ایرانی خیلی جدی نیست. یه سطح بحث اینه که این واقعیتی که الان هسته چقدر درسته چقدر غلطه، چه اقدامات دیگه‌ای میشد کرد. یه سطح دیگه بحث اینه که ما به عنوان کسب و کار وقتی که با همچین واقعیت‌های مواجهیم، الانی که حالا شرایط به نسبت آروم‌تره، چه حالا تدابیری میتونیم بیاندیشیم برای اینکه اگر دوباره اون شرایط پیش اومد به هر حال بتونیم جریان کاری رو حفظ بکنیم. خیلی غم انگیزه که من به عنوان مدیر کسب و کار تو ایران بعد الان تدابیری بیاندیشم که اگر دوباره جنگ شد چیکار کنم. این خودش خیلی غم انگیزه. ولی به هر حال من میخوام اگر اجازه بدید پاسخ سوال شما رو در تداوم نکاتی که امیدوار گفتن بگم. ببینید در مورد شرکت ها باید نمیشه حکم کلی داد. صنایع خدماتی به نظر من با صنایعی که ماهیت تولیدی دارن، مانیفکچرینگ، از بیخوبان متفاوتن تو شرایط جنگ و شرایط بحران. صنایع تولیدی معمولا اولویتشون تداوم تولیده و به همین دلیل احتمال داره شما در همه مشاغل یه نسبتی از آدم‌ها رو به عنوان مثال
نگه دارید در محیط کار برای اینکه یه حداقلی از تولید تداوم داشته باشه. مثلا فرض کنید شما در صنعت FMCG هستین، صنایع غذایی هستین، صنایع شوینده هستین، میگید آقا من الان تقاضام کاهش پیدا کرده 40% 50%، ولی اون 30% رو باید تولید کنم. پس برای اون 30% تولید شما نیاز دارید در همه تقریبا واحدهای سفید یه حجمی از نیرو انسانی رو نگه دارید و فیزیکی هم هست. خب و اون آدمایی که پذیرفتن ریسک کردن. زمان جنگ ایران و عراق هم همین بود، خیلی تو کارخونه داشتن کار میکردن با ظرفیت کمتر و با کارگرای کمتر و با نیروی انسانی کمتر. صنایع خدماتی ماجرا متفاوته. تو صنایع خدماتی به نظر من اولویت تداوم پشتیبانیه. یعنی معمولا صنایع خدماتی تو اینجور شرایط ترجیح میدن کار جدید نداشته باشن، کار توسعه‌ای نداشته باشن، جذب مشتریان جدید رو فراموش کنن، مشتریان موجود رو مطمئن باشن میتونن پشتیبانی کنن. کال سنترها اهمیت پیدا میکنن و اینجا تکنولوژی خیلی کمک میکنه. خب یا مثلا تو حالا صنایع مختلف هم باز تو خدماتی هم خودشون فرق دارن. شما تو صنعت مالی هستید، پشتیبانی یه شکلیه. فرض فرض توی صنعت مثلا آموزش هستید، پشتیبانی شکل دیگریه. خب خیلی متفاوته. ولی مثلا تو همین صنعت مالی شما نگاه کنید اتفاقی که افتاد اساسا اعتماد مردم رو از بین برد. وقتی اعتماد از بین میره مردم هجوم میارن. یه پشتیبانی نرمال هم دیگه جواب نمیده. بعضی از شرکت‌های فینتک من خبر دارم تمام نیروهاشون درگیر بودن و دو شیفت هم درگیر بودن. بدون اینکه اصلا نمیتونستن کاری بکنن. خب اصلا تو نمیتونستی اونجا. خوب یا بد اونا اولویتشون رو تو ذینفعان گذاشته بودن مشتریان، چاری هم نداشتن، چون اعتماد داشت از بین میره و تو صنعت مالی اعتماد خیلی مهمه و اولویت یکیشون کارکنانشون نبود. ببین من اسم میبرم چون مثلا من کیس جالبه. اتفاقا من نوبیتکس افتاد، کیس مثلا من عجیبه. یه شرکتی مورد حمله واقع شده و مهمترین چیزی که این شرکت داشته اعتماد آدما بوده که پولشون رو بذارن توش و حالا این شرکت داره چند ده میلیون دلار زیان میکنه، ولی مسئله اصلیش اینه که حتی سرویساش کار نمیکنه و باید تیم فنی همش رو بیاره که سرویس کار بکنه و تازه بعد در به قول معروف پایان روز چند ده میلیون دلار زیان هم داره میکنه و نمیدونه حقوق همین کارکنانی که باید دو شیفت میاره رو از کجا در آینده بده. خب خیلی خیلی وضعیت پیچیده. اینو مثلا نمیشه مقایسه کرد با یه شرکت مؤسسه آموزشی که مثلا احتمال داره میگه آقا تعطیل میکنم فعلا، محتواهای آموزشی من فعلا میذارم، رایگانش هم میکنم، خیلی CSR هم چیزه. خب مثلا من غیر منصفانه است اینا رو با هم مقایسه کردن. اون برای اون CSRی که داره، حالا من میگم CSR چون خودشون من مثلا این کار CSR نیست نظر من، این که محتوای آموزشی تو بگی من مثلا آموزش پایتونمو 2 ماه رایگان میکنم مثلا از شوخیه، یه ذره موج سواریه نظر من. خیلی من این کارا رو جدی نمیگیرم. ولی خب اون شرکتی که مثلا نابود شده، همه چیزش از بین رفته، از این کارو طبیعتا نمیکنه. حالا این درآمدش هم دست داده، خروج منابع هم داره. واقعا حرف کلی نمیشه زد. ولی میگم من در صنعت خدمات فکر می‌کنم اولویت تداوم پشتیبانی مشتری موجوده و متناسب با این کار کرد، باید کار کرد. در مورد کارکنانم که تو سوال قبلیتون اشاره کردید، من می‌خوام 2 تا نکته رو بگم. ببینید در مورد کارکنان بحث مهمی که وجود داره و به نظر من ما تو ایران درش خیلی خوب نیستیم اینه که در نهایت همونجوری که من هی تاکید میکنم کامن سنس و عقل و اینا مهمه، مدیران میفهمن، اتفاقا کارکنان هم میفهمن. یعنی اگر فرض بگیریم که شرایط جامعه رو اونا هم درک میکنن، شرایط بنگاه اونا درک میکنن و در یه فرایند طبیعی مدام در شرکت گفتگو وجود داشته، مدام در شرکت اطلاعات به جریان میافتاده، مدام شفافیت ارزش بوده توی شرکت، اتفاقا در شرایط بحران میاد دست شما رو میگیره. به عنوان در شرایط بحران اتفاقا هم کارکنان چون از شرایط مطلعن، چون اعتماد دارن به فرآیندهای تصمیم گیری همراهی میکنن. ببین من در کارنامه تعدیل نیرو داشتیم و اون بچه‌ها صحبت کردن و حتما بچه‌ای هم که تعدیل شدن، حالا ما تلاش کردیم پکیج خروج دست و دلبازانه بدیم، لطفی نکردیم، وظیفه‌مون بوده و همکارانی که تعدیل شدن استحقاقش رو قطعاً داشتن، ولی به حال تلاش کردیم که تا چند ماه دست کم بعد از پایان کار معادل چند ماه حقوق داشته باشن، حالا آدم با هم فرق داره و بتونن زندگیشون رو تدبیر بکنن تا کار بعدی که پیدا میکنن و خودمون هم داریم کمک میکنیم که کارو پیدا کنن. ولی به هر حال یه اختلالی در زندگی آدم‌ها ایجاد شده در شرایط، چون ما تعدیلامون هم بعد از آتش بس انجام دادیم، قبلش اصلا دیدیم زمان مناسبی برای اطلاع رسانی مدلی نیست و مطمئنم نبودیم چه اتفاقی میفته. این افراد خرداد تمام میشده قراردادشون؟ نه اینا بعضیشون قراردادشون توی مثلا سال بعد، نه توافق کردیم 2 ماه 3 ماه بر اساس چیز و خب میدونیم ما چون یه دفتر و قانونی هم هستیم به قولای امیدوار اینجا شفافیت هزینه داره برای اونی که چیزه، ما همه چیمون قانونی یا دفتر است. موقع تصفیه هم طبیعتا سنوات و همین چیزا داده میشه، به مقدار واقعی هم داده میشه و اغلب بچه‌ها موقع پایان همکاری در حد چند ماه، حالا میگم چند ماه،
آدمی داریم 2، آدمی داریم 6، آدم خیلی به صنوات و به چیزهای مختلف بستگی داره و زمان پایان قراردادش. ولی فرض این بوده یه حدی کمتر نباشه که آدما حداقل بتونن 3 ماه زندگیشون رو با همون موقع قبلی ادامه بدن. حالا اتفاقا تو کارنامه چون این گفتگو شفافیت و هم من تو کارنامه از وقتی که تو کارنامه درگیر شدم یه سیاستی داشتم، هر ماه به بچه‌های گزارش مفصل میدادم از شرایط شرکت، خیلی شفاف. یعنی فکر نمی‌کنم کسی در کارنامه کار کرده باشه و این نکته براش عجیب نبوده باشه که کی تو ایران همچین کاری میکنه. وقتی من 3 سال این کارو کردم، الان که بحران پیش اومده به بچه‌ها گزارش میدم، بچه‌ها اعتماد میکنن، چون هم سیر رو میدونن، هم مدیریت شرکت رو بهش اعتماد دارن و درک میکنن اتفاقا آدما و همراهی میکنن. بچه‌هایی که تعدیل شدن خوشحال نبودن، بی تردید، ولی من هیچ با تک تکشون چون من تلفنی یا حضوری صحبت کردم، هیچ کنشون با من حس منفی نداد، همشون همدلی نشون میدادن با همه مشکلاتی که داشته. من فکر میکنم این خیلی مهمه و اینو یه دفعه نمیشه ایجاد کرد. یعنی شرکتی که در فرهنگ شفافیت و گفتگو و همراستا دیدن منافع کارکنان و سهامداران دیده نمیشه، تو بحران شکنندگی بالاتری داره. ما در کارنامه تو هزار دستان این سیاست بوده، ما هم تو کارنامه داشتیم که به همه بچه‌ها، به همه نه ولی به آدم‌هایی که خودشون علاقه‌مند بودن سهام می‌دادیم و سهام وست می‌کنیم و می‌ریم ثبت. خیلی براتون جالبه بگم، در اولین روز بعد آتش بس، چون ما مجمعمون تو اردیبهشت بود و خورده آخر خوردن وقت نشد که کارهای مجمع رو انجام بدن، در اولین روز بعد آتش بس بچه‌های تیم حقوقی ما با خیلی از بچه‌های قدیمی برزن و بچه‌های جدید تماس گرفتن بیاید صورت جلسه ثبت شرکت‌ها سهامی که بهتون منتقل شده رو امضا بکنید و خود این بچه‌ها بعضن جا خورده بودن. ما فکر کنم 1/3 بچه‌هامون سهام دارن در کار، سهامی که تو هفته روزنامه رسمی شد. توی این فضا به نظر من خب یه مقدار همدلی افزایش پیدا میکنه، همدلی که افزایش پیدا میکنه مثلا تاباوری هم افزایش پیدا میکنه. من مطمئن نیستم تو همه شرکت‌ها بشه این کارو انجام داد و مثلا چیز یه دفعه‌ای هم نیست، این یه سابقه میخواد، باید تو فرهنگ چیز باشه، سالیان شکل. من تصور میکنم این به ما کمک کرد و توصیه میکنم به دیگران گفتگو و شفافیت رو. یه نکته دیگه هم در مورد HR بگم. ببینید شما گفتین که ما یه سری‌ها رو تا 3 ماه داریم حقوقشون رو میدیم. خب یه روی کردن این بود که مثلا تا 3 ماه من نگفتم، گفتم آدما فرق دارن، بعضی 2 ماه، بعضی 3 ماه، بعضی 5 ماه، بعضی 6 ماه. چون وقتی میگید تا 3 ماه سخت میذارید، چون سخت 3 نبود داره. آره به هر حال یه حمایتایی داره میشه و اینو هم حالا فرمودین که ما وظیفه خودمون میدونیم. خب یه روی کرده دیگه هم این بودش که این مدتی که می‌خواستین به جهت مالی در واقع این پشتیبانی رو داشته باشین، اصلا چرا جریان کاری یهو قطع شد؟ یعنی میدونید من میگم که بیکار شدن، تعدیل شدن، یه بخشش مالیه، یه بخشش اون آسیب روانیه که برای آدم‌ها ایجاد میشه که یهو از یه آدم کاملا پویا تبدیل میشه به یه آدمی که بعد بره بگه که من تعدیل شدم، الان کار ندارم. چرا سراغ همچین گزینه‌هایی نرفتین یا سراغ گزینه‌هایی که مثلا یعنی یه درصدی از حقوق نمیدادیم، میگفتیم بیاین تو دفتر بشینید؟ نه شما میفرمایید که مثلا 3 ماه وقتی میدادین، وقتی دارین پولشو میدین، خب چرا کار نمیکنن؟ ببین این 3 تا دلیل داره. یه دلیلش اینه که قانون کار. ببین ما وقتی با کسی اطلاع میدیم بعد نوتیس بدیم، اطلاع بدیم که قرارداد شما از فلان تاریخ چیز میشه، بعد موقعی که پایان پیدا میکنه تو فرآیند تسویه پرداخت‌ها رو اینا رو انجام میدیم. ما اگر مثلا بگیم چون ببین ما پرداختی که انجام میدیم بخشش صنوات، یه بخشش توافقی که روی اون اصطلاحاً پکیج خروج بهش داده شده، باید به این آدم فرصت بدیم بره کار پیدا بکنه اولا، و این پرداخته اگر بخواد باش کار هم انجام بشه به لحاظ تکنیکی میدونید قانون کار اینو اکستند میکنه، یعنی انگار ما باید باز صنوات بیشتر، این میفته توی چرخه پایان ناپذیری از پرداخت‌های بیشتر. به حال باید یه توافقی کرد. و دلیل دومی که آدم باید وقت داشته باشن کار پیدا بکنن. دلیل سومی که ببینید بعضی از تعدیلات ناشی از این نیست که کاری بوده که ببین به هر حال جنگ نوک کوه یخه، این زیرش انبوه از بی‌ثباتی و عدم قطعیت در اقتصاد ایرانه که وقتی جنگ میشه اون بقولم ضربه آخر رو میزنه و شما به این نتیجه میرسید بعضی از کسب و کاراتون متوقف کنید. ما در کارنامه بیزنس لنته که تخصصی خودرومون رو تصمیم گرفتیم کار توسعه دیگه روش انجام ندیم تا اطلاع ثانوی. خب آدمی که درگیرش بوده که کاری هم نداره انجام بده. اگر شما تو صنعت فینتک هستید، تو صنعت مالی هستید و به واسطه جنگ منابع از دست دادید، خب طبعا یه سری کاری توسعه‌تون رو متوقف می‌کنید. خب طبعا آدمی که درگیرش اگه قراره تا اطلاع ثانوی برای مارکتینگ هزینه نکنید به دلیل اینکه می‌خواید منابعتون محدوده و می‌خواید تداوم فعالیت داشته باشید، خب طبعا تیم مارکتینگ بعضیش دیگه بهشون نیاز ندارید. میدونید بحث این نیست که یه کاری بوده
پول اون آدمو نمیدیم، اون آدم نمیاد اون کارو انجام بده، اصلا اون کار متوقف میشه. تو شرکت‌های مختلف مصادیقش متفاوته، ولی خیلی از کارا در شرایط بی‌ثباتی و چشم‌انداز مبهم تداومش دیگه اساساً فیزیبل نیست، منطقی نیست. من فکر میکنم اینو به عنوان یه حرف خیلی خام دارم میزنم، حرف کلی میزنم، ولی فکر میکنم در صنعت دیجیتال ایران دست کم تا پایان سال 1404 من بعید میدونم هیچ شرکتی در هیچ حوزه‌ای کار توسعه‌ای که ریسک داشته باشه رو آغاز بکنه. و در صنعت ما توسعه اصلا یعنی ریسک. ونچر توی صنعت دیجیتال معنا پیدا می‌کنه. من گمان نمی‌کنم تا پایان 1404 کسی کار جدید تعریف کنه، نه فقط به دلیل وسایل مالی، به دلیل مبهم بودن چشم انداز. خب طبعاً این یه تأثیر رو نیرو انسانی میذاره. بعضی هم مشاغل از بین میرن. شما این که میگم و بهش خودتون فکر کنید، مثلا 3 سال پیش 4 سال پیش ما توی مملکت 60-70 تا ویسی داشتیم، نیمشون خصوصی بودن. و هم دلیل یه حجم قاطع بچه‌ها رفتن ادبیات فایننس و مالی و ونچر کپیتال و اینا یاد گرفتن، کورپوریت گاورننس معطوف به ویسی گری یاد گرفتن. کدومه که نه تو بازار کار هیچ کدوم نیستن. اگه از ایران نرفتن کریرشون رو تغییر دادن. خب تو خیلی حوزه‌های دیگه هم داره این اتفاق میفته. الان هم همینه. فقطش اینجوری نیست که مثلا کاری داشته انجام میشده ما با آدمش خداحافظی کردیم. معمولا یا کاهش ظرفیت رخ داده یا متوقف کردن یه فعالیت جدید بوده. یه حرفی رو من خیلی دیدم توی لینکدین آدما میزنن، میگن که خب برای چی یکم صبر نکردین ببینین چی میشه. به نظرم این صحبت شما به نوعی شاید پاسخ اون هم باشه. یعنی اگر صبر میکردین هم با توجه به شرایطی که هستش یه سری کارهای پر ریسک رو خب نمیخواستین. ببین یه نکته بگم اول، این نکته که شما میگید درسته، اینم ترجمه. ببین اصولاً مدیریت کسب، من به عنوان مدیر عامل خانم چرا حقوق بیشتری از همکار دیگرم میگیرم؟ حتما اون همکار دیگرم به قدر من وقت میذاره، حتما مهارت ارزشمند داره. یکی دلیلی که حقوق مدیران عامل بیشتره اینه که اینا با عدم قطعیت بیشتری روبرو هستن. تبعات تصمیماتشون هزینه‌ها و در عین حال منافع متنوعی برای شرکت داره و اینا دارن پول میگیرن بابت اینکه با ریسک روبرو بشن. وقتی ما عدم قطعیت و ریسک رو یه پارامتر کلید در مدیریت کسب و کار میدونیم، باید بپذیریم یه جایی هم اشتباه میکنیم. یعنی من نمیخوام دفاع کنم، حتی الان مثلا این ویدیو من نمیدونم که پخش میشه، مثلا شاید یه سال دیگه کی بیاد بگه بیا ایران اصلا گلوبال شد تو یه پارسالم. الان تحلیل من اینه و احتمالاً داره اشتباه بکنم چون تحلیلای احتمالی داریم انجام میدیم، قطعی نیست. خب این یه نکته. من خواهم بگم یه به قول معروف چیزی داشته باشم، این فرض رو قائل باشیم. نکته 2، اساساً مدیر به نظر من 90% از عملکردش تحت تأثیر کیفیت حدس‌هایی که در مورد آینده میزنه. مدیر از یه لولی بالاتر البته. خب من غیر از حدس زدن برای خودم وظیفه، برای اینکه بتونم حدسای بهتری بزنم 3 تا ورودی دارم. 1 دانش، مطالعه، کتاب خوندن، پادکست گوش کردن، ویدیو دیدن، دانش ساخت یافت. 2 شهود با چی تقویت میشه؟ با تجربیات متنوع تو موقعیت خود. ببین این نکاتی که امیدوار در مورد کشورهای مختلف گفتم من نمیدونستم که چجوری بحث مسئولیت اجتماعی در شرایط جنگ، بحث اوکراین و میانمار و لبنان رو اشاره کرد. اگر من خونده بودم میشد اون منبع اولم، اگر خودم تو موقعیت‌ها قرار گرفته بودم میشد تقویت شهودم. من هر دوتاش متاسفانه محروم بودم. سومین منبع حدس زدن من تجربه پیشینی خودمه. خب ذهن به طور طبیعی تعمیم میده، تکرار میکنه، چیز خطی میکنه، به قول معروف تعمیم‌های خطی میده. مجموعه این 3 تا باعث میشه من این حدس‌های در مورد آینده میزنم، بر اساس حدس‌های در مورد آینده در مورد الانم تصمیم میگیرم. احتمال داره حدسام غلط بشه. من به عنوان مدیر باید چیکار کنم که حدس‌های درست‌تری بیشتری بزنم، اون 3 منبع رو تقویت کنم. یکی از چالش‌های ما تو ایران اینه. ببین من اینجا میخوام زاویه نقدم رو برگردونم به تجربه خود مدیران و بگم این 3 تا منبعی که گفتم، یادگیری منظم، شهود و تجربه زیسته، اگر مدیر روی این 3 تا تمرکز بکنه، خوب کار بکنه، اتفاقا عملکردش در موقع بحران بهبود پیدا میکنه. ما خیلی نتیجه تو ایران چالش داریم به دلیل تحریم، این ایزوله بودن، ارتباط نداشتن با شرکت‌های خارجی، دسترسی نداشتن با تجربه‌های دیگران. مدیر ایرانی مثلا باید خودش بیشتر رو خودش کار کنه که وقتی که تو اینجور شرایطی قرار میگیره بتونه تصمیم‌های پخته‌تر
و اون تصمیمات اصطلاحاً فی‌البداهه‌ای که میگیری پخته تر باشه، حدس هایی که میزنی در مورد آینده حدس های مبتنی بر شهود عمیق تر و ذهن متراکم تر باشه. و ما تو ایران از این جهت مشکل داریم. من نمیدونم این حرفی میزنم خوبه یا بده، ولی به دلیل مهاجرت یه دلیلش اینه. بچه‌های خیلی خوبی از این مملکت رفتن، اینا بعضیشون مدیر بودن، بعضیشون کسایی بودن که توی کارراهه مدیریت بودن، اولش رفتن، اینا اگه میموندن 4 سال 5 سال 10 سال تجربه مدیر. خب این یه واقعیت. از اون طرف به دلیل فقدان تعامل با خارج از ایران، همینا هم که هستن کمتر من میبینم که در مورد تجربه‌های مختلف باشن. مثال آقای امیدوار دوباره تکرار میکنم، ای کاش من این امکانو داشتم میرفتم با آدمایی که تو لبنان این تجربه رو داشتن گپ میزدم، توی رویدادی میدیدمشون، توی ایونتی میدیدمشون. ای کاش میرفتم میخوندم که تو لبنان چه کار کردن. مثلا این بحث مهمیه که به بحث مسئولیت اجتماعی ربط نداره، ولی به بحث نظر من رهبری در شرایط بحران خیلی ربط داره و شاید یه جایی بشه شده همش حرف زد. یکی از سوالایی که پیش میاد اینه که خب ما تو شرایط گل و بلبل که نبودیم، همه میدونستیم که یه سری احتمالا هست، یکیش هم جنگ، احتمالای دیگه ای هم بالاخره بوده. یه چیزی که سوال میشه اینه که خب مگه شرکت ها نمیتونستن پیش بینی بکنن این سناریو رو ببینن؟ چطوره که یه شرکت تقریبا نصف کارمنداشو تعدیل میکنه و به شرایط موجود نسبت داده میشه؟ خب مگه واقعا نباید یه پلنی واسه این سناریو باشه؟ و بازی چیزی که مثلا خیلی تو ذهنشون هست اینه که چرا تعدیل رو نذاشتن آخرین گزینه شرکته؟ حالا الان یه شرکت خاص منظورم نیست. بله. شرکت ببینید دو تا سوال من جواب بدم. ببین سوال اول اینه که نمیدونم، من به نظرم خودم آدمی هم که از سیاست تو ایران مطلعم، دنبال میکنم، بچه گهخوار. ما یه ماه پیش نمیدونم آیا کسی وسط مذاکرات ایران آمریکا حدس میزد حمله میشه؟ واقعا کسی حدس میزد؟ من نتونستم حدس بزنم. بابت این ضعف پیش بینی عذرخواهی میکنم، ولی گمان میکنم وسط مذاکره ایران و آمریکا بود. من نمیخوام قضاوت سیاسی کنم، ولی داده ها این بود که ایران و آمریکا دارن به توافقی میرسن. همه ما میخوندیم نمیدونم ترامپ نتانیاهو رو فلان کرد، بهمان کرد. من بعید میدونم کسی میتونست حدس بزنه یه ما بعدش جنگه. واقعا من به من میگفت یه سال پیش میگفتم شاید، ولی یه ماه پیش 2 ماه پیش نه. وسط مذاکرات و اخبار عموما مثبت بود. این نکته اول. نکته دوم اینه که ببینید، بیاید حتی اصلا فرض میکردیم که یه احتمال بدبینانه وجود داره. خب و شما مدیر شرکتی بودید، چی کار میکردید؟ میرفتید قبل اینکه حمله بکنه یه در رو تعدیل میکردید؟ یعنی پیشگیری اصلا کار چه اکشنی استخدام نمی‌کردیم در طول این سالها؟ یه راهکارهایی غیر از این که هزینه منابع انسانی بخواد کم بشه در نظر گرفته. عالی یکیشو بگیدم راهکار. حالا یکی شاید مثلا راهکاری وجود نداره. مسئله اینه داریم در مورد صنعت خدمات صحبت می‌کنیم که اصل ماجراش نیرو انسانی خانم، کاری نمی‌شد کرد. یعنی ببینید سوال دومتون به همین بهانه جواب بدم. خیلی برای من عجیبه اگه آدما فکر کنن اولین راه حل یه مدیری برای کاهش هزینه خداحافظی با آدماست. ببین مدیرا فرض بر اینه که عموما با اخلاقن، عموما عقل دارن، عموما آدمایی ان که یه 2 تا 4 تا ساده بلدن بکنن. آخه چرا باید گزینه اول باشه؟ کی گفته گزینه دیگه؟ ببین تو شرکت‌های خدماتی گزینه کاهش هزینه تبلیغات و نیرو انسانیه. ما مگه هزینه‌مون چیه؟ الان شما میبینید کسی تبلیغات کنه، کسی کمپین بره، هیچکی نمیکنه. خب همونایی که تعدیل کردن. ببین من مثال علی بابا رو بزنم به دلیل اینکه خیلی بهش اشاره میشه و مثلا منصفانه. ببین علی بابا شرایط ناگهانی رخ داده به اسم جنگ. اولا درآمدش بلافاصله صفر شده. پرواز در این مملکت به این رفته داخلی و خارجی. سفر کسی با از طریق تور و آژانس و اینا نمیره. تا مدت هم تاثیرش هست. 2 این شرکت از قبل کلی هزینه کرده، رفته پول داده. یعنی کسی بلیت خریده برای مثلا 2 ماه بعد 3 ماه بعد، خب این پول داده شده به اون ایرلاین یا به اون مکانیزمی که برای چیز وجود داره و حالا این فرد به اینکه پرواز کنسل شده پولش رو پس میخواد بگیره و پول نمیاد، بر نمیگرده به علی بابا که علی بابا پس بده. انبوه فشار مشتریان است که ما کنسل کردیم چون پولون پس نمیدید. از اون طرف شرکت‌های مثل علی بابا میرن هواپیما چارتر میکنن، کلی هزینه‌های سنگین از پیش میکنن، با فرض تداوم وضع موجود قطع میشه، تمام هزینه‌ها سوخت میشه. من از خیلی از پلتفرم‌های اینو شنیدم که اینا در مناطق جنوب ایران رفته بودن، خیلی از بومگردی‌ها و این فضاها رو از قبل پیش
پول داده بودن گرفته بودن که بعد بتونن ازش استفاده کنن در تعطیلات تابستانی مردم میرن جنوب روی پلتفرم‌ها اینا اقامتگاه و اینا رو بگیرن. خب کلا منتفی شده، پولم داده. خب مدیر این شرکت الان چه هزینه‌ای میتونه کم بکنه؟ من یه نکته دیگه هم هست نیما جان، همونطور که خودت هم گفتی ما الان شرکت‌هامون که توی با یه ظرفیت 110% 120% کار نمی‌کنن که وقتی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفیه، وقتی رشد اقتصادی صفره، شرکت مطمئن باشید داره با 30%، 40%، 50%، 60% ظرفیتش کار میکنه. اگه تولیدی باشه، حتی اگه خدماتی هم باشه، میتونه مثلا علی بابا میتونه مثلا فرض کنید 2000 میلیارد تومان بلیط بفروشه، ولی الان داره به دلایل مختلف که رشد اقتصادی کم، ناوگان هوایی درست حسابی نداریم، فلان فلان، داره 1100 میلیارد تومان میفروشه. همین الان هم 900 میلیارد تومان گپ داره نسبت به اون چیزی که باید بفروشه و خدمات. برای همین وقتی یه جنگ پیش میاد یا یه اینطوری پیش میاد، برای همین جزء گزینه‌هاش اول میشه تعدیل کارمند. چرا؟ چون همین الان هم داره با یه رشد اقتصادی یا یه سودآوری به قول نیما جان 5% داره کار میکنه. انقدر قدرت بازی نداره که بتونه آخرین گزینه رو تعدیل بذاره، یا بگیم قبلا بهش فکر میکرده، خب قبلا مثلا تعدیل میکرده یا اینو میذاشته مثلا چه میدونم بعد از جنگ تعدیل میکرده. اصلا از منطق اقتصادی نداره. ما تو بانگاه خصوصی، من تاکید دارم در مورد شرکت‌های صنعت خدمات تو شرکت‌های دیگه نمیدونم توزیع تولیدی چجوریه. تو خدمات شما واقعا یه هزینه تبلیغات رو داری، حتما یه هزینه‌های کوچولو موچولویی داری، مثل چه میدونم ایونت فلان و اسپانسر شدن بهمان و نمیدونم اینا که اصلا منتفیه، ولی اینا که اصلا عددی نیست. بر شرکت‌های مثل ماها معمولا یه چیزی حدود 70% هزینه‌ها نیرو انسانیه، از 30% باقی مونده معمولا 10 تا 15% اوورهد شرکته، اینترنت، یو پی اس، نمیدونم سرور، اجاره فلان، 10-15% هم مارکتینگ. حالا توی مواقع خاصی احتمال داره کمپین مارکتینگ برن یه دفعه یه چیز گنده تری براش هزینه کنن خارج از هزینه‌های روتین ماهانه. خب هیچ اون هزینه واقعا نیست. خب ما از اون اوورهد که اجاره رو که نمیتونم ندم، بیمه رو که نمیتونم ندم، سرور رو که نمیتونم قطع بکنم، به تداوم فعالیت ربط داره. میونه هزینه رو انسانی. بعد شک نکنید هیچ مدیری استقبال نمیکنه، آخرین گزینه است واقعا. ولی یه نکته هم در نظر داشته باشید، در ایران به دلایل تاریخی مفهوم کار و بنگاهداری از بخش دولتی به بخش خصوصی، یعنی ذهنیت مردم ایران در مورد شغل، در مورد کارفرما، شاغل، عمدتا متأثر از تجربه نسل قبلیه که کارمند دولت یا حقوق بگیر دولت بودن. الان هم به هر حال اونا زیادن و دولت ها بله تعدیل نمی‌کنن. میدونید چرا؟ چون دولت ها با تورم هزینه خودشونو به من و شما و نسل‌های بعدی تحمیل میکنن. این تورمی که میدونید ایران تنها کشور دنیاست که در 40 سال اخیر در اغلب سالها تورم 2 رقمی داشته، حداقل 2 رقمی داشته، یعنی بالای 10%. ما یونیکه، ما از اینجا در دنیامون هست. میدونید چرا؟ به دلیل اینکه ما یکی از دلایلش همیشه این بوده که ایران دولتی داره که همیشه بیشتر از پولی که داره خرج میکنه و این خرج رو داره از طریق استقراض از نظام بانکی پوشش میده و اون رو تبدیل میکنه به تورم. ما متوجه نیستیم که دولت در ایران داره عملاً با کاهش قدرت خرید ما تأمین مالی میکنه زیان اون همه نیرو انسانی رو که در خودش نگه داشته. فارغ از قضاوت ما در مورد این ماجرا، چون ذهنیت ایرانی ها از کار از اون فرهنگ اومده، مفهوم تعدیل در ایران خیلی پدیده عجیب، غریب و منفیه. ببین خارج ایران همین 2 هفته پیش بود مایکروسافت اعلام کرد 9000 شغلشو چیزشو از دست داد. تازه اونجاها اینقدر، یعنی حالا مایکروسافت حتما داره تو پکیج کارکنانش بیمه های چیز هست، ولی خیلی از شرکتایی که خارج ایران تعدیل میکنن آدما هیچ پوششی ندارن. من خارج ایران بودم دیدم اصلا پروتکل آدما شب، اصلا چیزی که شب باید اطلاع بدید، آخر وقت به شما ایمیل میزنن که فردا صبح اول وقت برو فلان آفیس. شرکت هایی هستن که فرایند لیاف تعدیل بهشون آوتسورس شده، نماینده میاد میشینه تو آفیس، همونجا به شما اطلاع میده. یه آدمی که سکیوریتی اون سازمانه با شما میاد آفیستون، دسترسیاتون در همون ساعت اول قطع شده، وسایلتون رو جمع میکنید، شما رو اسکورت میکنن، از ساختمون خارج میشید. همه این کارو میکنن. من نمیگم اون چیز خوبیه، اون یه فرهنگ دیگری، من باش کاری ندارم، ولی میخوام بگم که
اون فضا به دلیل که بخش خصوصی و مفهوم تداوم کسب و کار بنگاه و اینکه رشد اقتصادی در کلان جامعه نتیجه پروداکتیویتی و بازدهی کسب و کارهای خصوصی جامعه اینو پذیرفته. ما در ایران اینو نداریم. ما در ایران دولتی بوده از جیب من و شما کارمندش رو نگه می‌داشته در همه شرایط. ممنونم ازتون. حالا با توجه به محدودیت زمانی که ما داریم، من حیفم میاد راجع به موضوعی صحبت نکنیم. آیا امیدوارم از شما شروع میکنم و شما هم نظرتون رو بفرمایید. به نظرتون توی این شرایطی که هستیم، خب بالاخره شرکت‌ها تو صنایع مختلف با این بحران مواجه شدن، یه سری آسیبایی ایجاد شده. خود شرکت‌ها به همدیگه چه کمکی میتونن بکنن؟ نگاه کنید، این نکته‌ای که واقعا خیلی مهمه و خیلی هم یه جورایی چند برابر جواب میده. یعنی ما اگه بتونیم از ظرفیت انجمن‌های صنفی، از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی، از ظرفیت انجمن‌های مشترک یا اتحادیه‌های میشه گفتش که مدیریتی استفاده کنیم برای اینکه بتونیم یه پاسخ مشترک به این بحران‌ها بدیم. و نگاه کنید، همونطور که بازم برمیگردم به حرف نیما جان، باتم لاین قضیه یا ته قضیه بعض منابع است. خب اتاقای بازرگانی، انجمن‌های صنفی و کلاً ائتلاف‌های تجاری جاییه که باعث میشه شما این منابع رو به اشتراک بذاری و منابع رو در بهینه‌ترین حالت ممکن مصرف کنی. برای همین استفاده از ظرفیت اتاقای بازرگانی، اتحادیه‌ها، حتی انجمن‌ها، حتی اگه میخواید یه کار به قول معروف CSR انسان دوستانه بکنید، چه برای کارمندتون چه برای تامین کنندتون، ائتلاف با NGO ها، خب این خودش میتونه یه هم افزایی عجیب غریبی وجود بیاره و این منابع شیر کردنه یا اشتراک این منابع باعث میشه که اصلا صرفه جویی به وجود بیاد. یه جایی که شما میخوای یه کاری رو در ارتباط با کارمندت بکنی، میخوای مثلا 30 نفر رو تعدیل کنی، همکاری و ائتلاف با اتحادیه‌های تجاری یا فلان میتونه حتی این رقم رو برای تو شما کاهش بده. یا میتونه یه کاری رو میخوای با زنجیره تامینت انجام بدی که بتونی زنجیره تامینت رو سیف نگه داری، بتونی زنجیره تامینت رو مطمئن و پایدار نگه داری که خط تولید آسیب نبینه یا نمیدونم روند خدمات دهیت به مشکل نخوره. کار کردن با اینا خیلی میتونه کمک کنه و اون هم افزایی رو ایجاد کنه و یه جورایی ته قضیه اون کاری که شما دارید میکنید و پاسخی که به بحران میدید و پایدارتر کنه براتون و یه جورایی منابع براتون عملا سیف کنه. چی مثال بزنم؟ مثلا یه شرکتی سر زنجیره تامینش و پیمانکاراش الان مشکل داره، میخواد که این پیمانکارا رو نگه داره، نمیخواد قراردادش با این پیمانکارا به تعویق بندازه یا لغو کنه. یه انجمن صنفی هم وجود داره که تمام این شرکت‌های مثلا فرض کنید شرکت FMCG داره یه محصول غذایی رو تولید میکنه ولی نمیخواد زنجیره تامینش رو از بین ببره. میتونه این زنجیره تامین یا این پیمانکارا رو بیاره در قالب انجمن، در قالب انجمن این قراردادها رو بین تمام اعضای انجمن چی کنه؟ تقسیم کنه. این پیمانکار یه پیمانکاریه که داره مثلا فقط با 2 تا از این شرکت‌ها کار میکنه و قراردادش مثلا یه قرارداد بزرگه، این شرکت نمیتونه این قرارداد بزرگ رو ادامه بده، بیاد تو انجمن معرفی بشه با 4 تا از شرکت‌های انجمن کار کنه و این قراردادی که داره فقط با 2 تا شرکت به 4 تا شرکت افزایش پیدا کنه، در عین حالی که عملاً روند میشه گفتش که صدور خدماتش یا صدور کالاش به اون شرکت داره پایدار میشه، به اون 4 تا شرکت افزایش پیدا میکنه و تنوع پیدا میکنه، اون حجم میتونه نگه داره که اون پیمانکارم کارمندش رو تعدیل نکنه، اون پیمانکارم قراردادش لغو نشه و فلان فلان. برای همین میشه عملاً از این ظرفیت استفاده کرد و یه جورایی چه در ارتباط با پیمانکارا، چه در ارتباط با کارمندا، چه در ارتباط با تامین کننده ها و حتی چه در ارتباط با کارهای انسان دوستانه که میخواد یه شرکت انجام بده، این ظرفیت رو فعال. مرسی های نامداری، نظر شما رو خوشحال میشیم. ببینید 2 تا چیز ذهنم میاد. یکی اینه که فکر میکنم حالا شاید نکته که ایشون گفتن این که مدیران شرکت ها با هم تعامل داشته باشن، حتی با هم جمع شن، نهار بخورن، شام بخورن، حرف بزنن، چه در قالب نهادهای صنفی انجمن چه در قالب مراودات غیر رسمی، مفیده. به دلیل اینکه در شرایط سخت همین که میبینید همه مشکلات مشابه دارید، این یه حدی از آرامش میده، ضمن اینکه ایده ها رو میشه با هم به اشتراک گذاشت. من فکر کنم اساسا ارتباطات مفیده در شرایط بحران. این نکته بود.
یه چیز دیگه هم که به ذهنم میاد اینه که مراودات بین شرکت‌ها درون زنجیره تأمین خودشون میتونه در شرایطی که به خصوص نقدینگی دچار مسئله شده با مکانیزم هایی به مراودات اعتباری تبدیل بشه و این مفیده و تو این شرایط هم معمولا همه همراهی میکنن. یعنی مثلا شما دارید از یک کسی یه سرویسی میگیرید، بابتش بهش یه پرداختی باید بکنید، دیگری از شما داره یه سرویسی میگیره باید به شما پرداخت بکنه. این نوع تهاتر کردن های درون زنجیره تامینی یا مراودات اعتباری کمک میکنه البته اگر بحران کوتاه مدت باشه به شما کمک میکنه در کوتاه مدت بتونید این دوران رد کنید. یه ابزارهای مالی میخواد که تو ایران بعضیش هست بعضیش نیست، ولی این مراودات هم من فکر میکنم خیلی مفیده و همدلی میاره. و لسن لرنایی که اصلا به وجود مون، درس یادگیری که بین خود مدیرا به وجود میاد خیلی خیلی بهشون کمک میکنه. این از همدیگه یاد میگیرن و پاسخهای مشابه به این بحرانا عملا از دست روی دست هم دیگه رو نویسی میکنن. حالا قبل این برنامه که با هم صحبت میکردیم من مثال لوکیشن رو زدم خدمت شما که وقتی به هم ریخته خب خیلی از شرکت‌ها کارشون تحت تاثیر این قضیه بوده. شاید مثلا اقداماتی که کردن بین خودشون با هم دیگه یه ائتلافی شکل بدن، بتونن یه پاسخ مشترک بدن. مثلا فرض کنید یه ترکیبی از مثلا کسایی که مثلا تو لوجستیک دارن کار میکنن مثل اسنپ و تپسی و الوپیک و مثلا نشان و بلد و اینا با هم دیگه بیان یه پاسخ مشترک پیدا کنن برای این مشکل جی پی اسی که الان همشون دارن. شما نکته روی این قضیه دارین؟ مرسی. نکته پایانی اگر دارین خوشحال میشیم بفرمایید. نه نکته عجیب غریبی ندارم واقعیتش، ولی میگم عمده ترین چیزی که میشه گفت این جنگ برای شرکت های ما داشته باشه، شرکت های ما عملا تو بحران دارن زندگی میکنن. سانکشن هست، رشد اقتصادی صفر هست، سیاست گذاری های اقتصادی خیلی متناقض و یک شبه هست. عملا تو این زیستگاه پرآشوب عملا زندگی میکنن. برای همین جنگ هم حالا یه بحرانیه که فقط اضافه شده به این مجموعه بحران‌ها. برای همین مدیر ما خیلی یاد گرفتن این تطبیق رو و برای همین هم زنده موندن و شرکت‌هاشون تا یه اندازه‌ای حالا رشد کرده یا اسکیل کرده و به نظر من واقعا مدیرای توانایی داریم علیرغم تمام انتقادایی که بهشون وارده یا به این اکوسیستم ما داریم وارد میکنیم. تو این شرایط یاد گرفتن که چجوری شرکت رو نگه دارن، حتی شرکت رو بزرگ کنن، رشد بدن و خودش یه نوع عملا یه نوع درس خیلی مدیریتی خیلی خوبه. ولی این بحران جنگ 12 روزه یه بحران خیلی بزرگتر از همه اینا بود که شوک وارد کرد. عمده ترین چیزی که ته این قضیه برای مدیرای شرکت‌های ما میمونه اون همدردی و همدلیه که به وجود اومده و این خودش میتونه یه درایور خیلی خوبی باشه برای آینده این شرکت‌ها. برای همین این همدلیه و این همدردیه رو خیلی باید بهش ارج بنهیم و واقعاً یه جورایی تبدیلش کنیم به یه چیز پایدار برای خودمون و تبدیلش کنیم به یه درایور رشد برای آیندهمون. و این چیزیه که تهش برامون میمونه و این چیزیه که تهش یادمون میمونه، به خاطرش میاریم و بهش افتخار میکنیم و ازش احساس غرور میکنیم. ممنونم آقای نامداری، در خدمت شما هستم. والا تنها چیزی که میتونم بگم اینه که من خیلی دوست داشتم این انرژی و این تاباوری و روحی و اینا همه که حرفشو میزنیم و برای رشد میداشتیم نه برای بقا. و دوست می‌داشتم اگر مدیر ایرانی تحسین میگیره احیانا ازش تمجید میشه بابت چیزهایی که ساخته تمجید بشه، نه بابت چیزهایی که حتی به قیمت کوچیک شدن داره به زحمت میکنه. این حتما تمجید و تحسین داره، ولی در ابعاد اقتصاد، در ابعاد ملت، در ابعاد کشور و در بلند مدت چیزهای بزرگی داریم از دست میدیم که نظر من خیلی خیلی جایگزین کردنشون سخته. خیلی ممنون ازتون، مرسی که تشریف آوردین، مرسی که وقت گذاشتین. از شما ممنون که تا اینجا همراهمون بودین.